چند روز پیش مثلا اینجا از ایناست که این خوبیش اینه شوتینگ نداره. من شوتینگ خیلی روش جوزم. شوتینگ چیه؟ شوت پرت کنیم پایین فلان شوتینگ. چرا خیلی کثافت میگیره اون یه تیکه که شوتینگه. یه سطل آشغاله، مثلا یه نفر مسئول هر ساعت میاد مثلا ور میداره میره فلان و اینا. آقا من رفتم آشغالا رو بردم گذاشتم توی این سطل آشغاله و بعد می‌خواستم برم بیرون. می‌خواستم برم از خونه بیرون. کلید خونم با سوئیچ ماشینم یکیه. این حلقه رو انداخته بودم تو این انگشتم، آشغالا رو گرفته بودم دستم، بعد گیج زدم، این زودتر افتاد، آشغالم افتاد روش تو سطل آشغاله. خب یعنی کلیدت افتاد؟ قشنگ افتاد لای آشغالای ملت، آشغال منم رفت روش. جاشم هم اونجاست. خب حالا آشغال تو هم منم. تا اینجاش اوکیه. رفته بودم یه دونه چیزم دسته، یه بطری هم دستم بود، اونم کردی. اینم افتاده بودم به جون اونجا که مثلا آشغالا رو پیدا کنم فیلان بیسار. یهو دیدم یه پیرزنه اومد آشغالشو بندازه. خب بعد اصلا توقع نداره تو اون قسمت یه آدم انگار مثلا سر 4 راه یکی رفته تا اینجا تو آشغال. یهو دید من تو آشغالا دارم اشغال. آره دارم اشغال میکنم واسه خودم. خب همینجوری مثلا یه چیزی هم بدن به خانومه گفتم خانم بذارین همون بغل من کاراشو میکنم. یارو پشماش ریگوین اصلا این چیه؟ بعد اگه آشغال خوره چرا اینقدر؟ بعد اصلا اگه کارش اینه چرا همسایه ما یه واحد آشغال یارو تو روزمره‌اش داره آشغال ولی از واحدهای طبقه 47 میشینه. داشتم ببین یعنی سنگین دنباله مثلا چی بهش میگن این یارو کلیدت نه بیرون شبیه اینه انقدر مثلا دارم دنبال یه قابلمه نصفه ای فلان یا غذا هستن چرا راه دور آره دقیقاً. خوش اومدین به قسمت 11 که نه آره دیگه 11 13 12 عقاید دو دلقک. من بهرادم، اینم پاشاه و امیدوارم طبق معمول هر هفته از خوردن این قسمت هم لذت ببری. عجب قسمتی بود هفته قبل، خیلی بامزه شد. میشه سالها راجبش صحبت کرد. آره خیلی موضوعات توش در اومد، ولی کلیت قضیه این که من متوجه شدم ریویوها خیلی قراقاتی بود دیگه. یعنی خیلی ببین دو حالت داشت، یا یعنی خوب یا بد، عین داریوش. یا همه روش خوشفازن یا دقیقاً این بود. یعنی و من فکر کنم یعنی مثلا من از ساید خودم خیلی اوکی بودم با قضیه. تجربهش چجوری بود برات؟ خوش گذشت بهت؟ ببین من اگه یه ذره جوز باشم به خاطر این برنامه جوز، من کلا این که تو عقاید دو دلقک مهمون باشه یا جدا از عقاید دو دلقک مهمون داشته باشیم این یه دوگانگیه، وگرنه از گرفتن اون برنامه خیلی خوشحال بودم. خیلی هم بحث کردیم راجبش که اصلا مهمون بیاریم توی عقاید دو دلقک توی فرمت دیگه بگیریم. رفت و برگشت بود به نظرم میگنجید. من اصلا خیلی راضیم از کاری که کردیم. به نظرم 2 تا پادکستی ان که توی فضاهای خودشون فکر مختلف توی فضای خودشون حرف واسه گفتن دارن. اونا تو فضای رپ فارسی و بیشتر سمت به قول خودشون چپ رپ فارسی، ما تو فضای یه ذره پاپ کالچرتر. کراس اوور خیلی بامزه‌ای بود. من جزو کارهاییه که ازش راضیم و بهش افتخار میکنم. به نظر منم خیلی باحال بود و نکته بعدیش این بود که من اگه توی پارت دومش نبودم بگم دیگه بدونن من از صبحش مثل اسب داشتم میدویدم دیگه، انرژیم واقعا افتاده بود. من و فرشاد تو قسمت دومی یه ذره داونیم دیگه واقعا، انگار یه جورایی انگار بحث من و نیما بود. ولی خب شما ولی آره به طور کلی اوکی بود. از یه طرف دیگه هم بگم ببین ما عقیدمون مشخصه چیه، بچه‌ها عقیدهشون مشخصه چیه. یعنی طبیعتا قرار نیست بعد از 1 ساعت صحبت کردن تو آها اوکی پس اینه. و این که تو میشینی با اونی که 180 درجه مخالف نظر تو صحبت میکنی باحاله و خیلی از مخاطبام اینو گرفته بودن و حال کرده بودن، خیلی هم حال نکرد، چه از مخاطب بچه‌ها چه مخاطب. حالا اینم بگم بدونن بد نیست، با مزه است. مخصوصا سر بحث داریوش که حالا یه جورایی وایرال ترین بحث اون اپیزودام بود، من و نیما کارمون قرار بود به دعوا بکشه. یعنی از قبل آمادگی ذهنی و اینو داشتیم که واقعا مثلا با لگد من بزنم زیر این میزه یا اون اونجا با لگد بزنه زیر اون میزه و فلان و داد و قال و اینا. از قبلش هم یه جورایی با هم دیگه سوسکی عمل کردیم که آقا اگه اتفاق اینجوری افتاد کسی از دست کسی ناراحت نشه. به هر حال کانتنت و داریم واقعا راجع به موضوع بحث می‌کنیم. اتفاقی که افتاد تو توی اون برنامه خسته بودی و آف بودی وقتی رفتیم پیش بچه‌ها. از اون اونای مصدوم داشتن فرشادم اونا از دست دادن، موندیم من و نیما. یه دفعه اونجا انرژیش
گوشیش کشید بالا، آفرین دیوونه شد اصلا یه دفعه. خب بعد منم تنهایی یه جاش میگم اصلا قرار بود تو پشت من باشی، پشتمو خالی کردیم، منم شاشیده بودم تو خودم، یارو جنازه هم اونجا رو مبلش افتاده بود، اصلا تخ نداشتم زیادی گوزگوز کنم. آفرین. بعد دیگه اونم سعدشو گذاشت. بعد من اصلا یه جایی به خودم اومدم دیدم دارم یه سری از حرفاشو قبول میکنم، مثلا همچین آدمی نیستم. آفرین. وقتی پشت رفیقتو خالی میکنی اینجوری میشه، اینجوری کوچیک میشه تو پادکست. ولی در کل خیلی خوش گذشت. نه باحال بود به نظرم، و اونایی هم که بدفاز بودن به نظرم بدفاز نباشین. ما همیشه این تجربه رو من خودم داشتم. خوبم فوش خوردیم ماشاءالله، زیر ریلز فوش. آره خب قطعا فوش خوردیم، ولی یه چیزی که هستش، من مثلا اگه 3 سال پیش بود یه ذره روش بدفاز میشدم، ولی الان این مدلی هم که اگه قراره ما این کارو نکنیم و همونجوری توی سیف زون خودمون بمونیم چیز کنیم، پس چرا باید توقع داشته باشیم؟ هیچ تنوعی صورت نمیگیره توی برنامه. این باحاله، یه جریانی به وجود بیاره دیگه، یه شوک. حالا یه نفر حالش ممکنه به هم بخوره از مثلا دیدن ما تو اسم نداره. فکر نمی‌کنم کسی حالش به هم خورده. خیلی‌ها مثلا معتقدن که ضعیف‌ترین اپیزود ما بود. اون آدمایین که ما رو به خاطر بحث‌های رپی و موزیکی و اینجوری دنبال نمی‌کنن، به خاطر بحث‌های دیگه دنبال می‌کنن. طبیعتاً برای اونها یه ذره میافتاد. آره یه سری کامنت هم این بود که اصلا حرف زدن راجع به رپ فارسی به شما 4 تا نمیره، اگه به هیچ کدوم ما 4 تا نمیرسه به تو اون مادره بابا خفه شو دیگه، معلم دینیت میرسه. خب چی داری امرو؟ حاجی آیفون رو دیدی؟ آیفون 17 رو؟ آره الان دوباره ما رو درگیر یه فومو عجیب غریب میکنه که حالا کی اون رنگ نارنجیه رو داره مثلا تو علایالدین. ولی کس رنگ نارنجیه. این همون چیزیه که هر سال همه راجع به همه رنگا میگن. رنگ نارنجی خوشگله. همه میگفتن خوبه. خدا. من اصلا بعد از اون قرمزه که برای کمک به سرطان بود مثلا، اون از اون قرمزه خیلی خوشم. رد. این نارنجیه خیلی خوشگله به نظرم. تو با اون شلوار صورتی چه ترکیبی بشه؟ ماچا هم جونمی جون. جوراب اون رنگی هم دارم. جوراب رنگی اون چیزه. بعد ببین یه چیزی خیلی عجیبه، من هی بچه‌ها مثلا من چیکار میکردم، هی میگفتن آها هر سری پادکست میخواد بیاد، این که هست این دیگه یکی از دکورای سیاری که جدیدن گرفت. این چون مالکیه. بعد من هر سری که یه پادکست داریم میگم آقا این پادکست مورد علاقه‌ام شد، قسمت مورد علاقه‌ام شد، دیگه به من مزخرف نگه کسی، چون هر سال اپل داره همینو میگه. میاد با این شروع میشه و ما امسال بهترین دوربین مثلا خب واقعا همین کارو میکنن. خب میخوام بگم همینه دیگه. خب تو هی هر سال میری جلوتر، این میمونه، بعد تبدیل به میم میشه. ولی من توقعم این آیفون ای رو خیلی دوست داشتم، به نظرم خیلی بال، این تازه شد اون چیزی که من از آینده توقع داشتم. هی هر سالی آیفون میاد یه تیکت مثلا دوربین گنده میشه. من الان میخوام ذهنیت من این مدل میشه کی پس اون گوشیایی که ماشاءالله راجع به نه کی اون گوشیایی میاد که کامل شیشه است. دیده بود بچگی بود. هیچ خب بین آیفون ایر نزدیک تقریبا اون دیزاینی که مد نظر بقیه‌اش همونه دیگه. حالا خودمون هفته کلا تکنولوژی باز هستی؟ نه. دنبال می‌کنی رویدادهای که ترند میشه دیگه. من بچگی خیلی اهل تکنولوژی بودم، یعنی همه این ایونت های تکنولوژی رو دنبال می‌کردم. سونی چی کار می‌کنه، نمیدونم فلان، E3 چی کار می‌کنه، اپل چی کار می‌کنه فلان اینا. اون موقع یک قرون پول نداشتم که حتی مثلا ماکت اینا رو بگیرم. الان که پول دارم بگیرم کیرم هم نیست. جالب نی تناقضای زندگی. آها یعنی الان مثلا خودت این مدلی الان مثلا آیفون هم 13 نرماله، با اینکه عاشق تکنولوژی ام و دنبال می‌کردم و همیشه دوست داشتم پول داشته باشم، بروزترین دیوایس‌های روزو بخرم. به کارت هم نمیاد احساس می‌کنم اگه مثلا خیلی به کارم میاد. نه چند تا دلیل بگو که چرا فکر می‌کنی مثلا به کارت میاد که الان اون 13 بشه 16. تصویر، حالا توی این قسمت کارم کاری ندارم، تو کار سنگ تصویر خیلی مهمه، دوربین خوب داشتن، چون تو همش داری محتوا میفرستی از محصول برای مشتری یا پرزنت می‌کنی فلان بیسار اینا، دوربینه که خیلی مهمه. خب ضمن اینکه خب تو دیوایس آپگرید شده، ما الان تمام زندگیمون تو اینه دیگه، تمام مکاتبات، تمام نمیدونم کار فلان بیسار اینا، خب دیوایس آپگرید شده کار تو رو راحت‌تر میکنه، زندگی تو راحت‌تر میکنه. ولی حالا جالبه الان خیلی علاقم متوسط‌تر شده، احتمالاً به خاطر دغدغه‌های زندگیه. یه چند تا چیز تکنیکال بامزه‌ای که به آیفون اضافه کردن و من سریع بگم، بعد بریم راجع به این قضیه صحبت بکنیم که چرا اصلا اپل انقدر برای ما چیز مهمیه، چیز بزرگیه. خب 3 تا مدل فکر کنم آیفون معرفی کردن، آیفون 17 پرو و آیفون ایر. خب آیفون 17 تنها چیز باحالی که بهش اضافه شده توی دوربین سلفیش، به جای اینکه دیدی سلفی میخوای بگیری جمعیت زیاد مجبوری گوشی رو اینجوری بگیری، اون تو همون اینجوری که گرفتی یه دکمه میزنی واید میشه فلان اینا،
اینش خوبه که تو وقتی اینجوری میکنی سلفی میگیری تو رو شبیه کسخلا میندازه، چون اون نمیدونم چیش عوض میشه، اینوری که میکنی شبیه کسخلا میافتی ولی اینوری درستی. خب حالا همینجوری که دوربینت اینوریه میتونی این دکمه رو بزنی همه باشن کسخلا نباشه. این فقط تنها فرقیه که آیفون 17 نورمال کرده و یه دوربینم داره، یه دونه دو تا دیگه مثل یه دونه داره اینجوری دو تا بالا پایینه دیگه مثل نه بالا پایین نداره. ای رو داری میگی دیگه؟ نه الان دارم راجع به 17 عادی میگی. آره حرفای منو هیچ وقت گوش 17 پرو اومده این بالا یه دونه چیز درست کرده، یه حالت برآمدگی مثل یه خیلی از دیوایس های اندروید شده در کمال تعجب. یعنی این دفعه این شبیه اونا کار کرده. همیشه آیفون یه کاریو میکنه. الان اندرویدیا موافق منن قطعا. من خودم مثلا اندروید واقعا خط قرمزمه ولی خط قرمز اصلا واقعا اندروید آره فکافه واقعا اصلا نیستم اندروید. ولی اندرویدی از دست بدیم این اپیزود. ولی همشون حق دارن. آیفون انقدر توی مارکتینگ قوی تر عمل میکنه که کارهایی که اندروید مثلا 6 سال پیش کرده رو آیفون الان میکنه، بعد همه میگن حاجی دیدی چیکار؟ بعد مثلا اونی که اندروید داره اینی که بابا ما اینو مثلا 6 سال پیش داشتیم. دقیقاً میخوام به همین بحث برسم. آیفون 17 پرو چی اضافه کرده؟ دوربینا کس خار مادرن. یعنی حالا تکنیکال خیلی نمیتونم توضیح بدم، همینجوری بگم که دوربینا اینجوری ان. بعد اتفاقی که افتاده اومده یه سری از این قطعاتی که اینجاهای گوشی قبلا میکرده رو آورده تو این برآمدگی گذاشته، اینجا رو خالی کرده واسه چی؟ شده. واسه باتری بیشتر. فهمیدی؟ یعنی اومده تمام این سیستماتیکایی توی اینجا رو آورده تو این برآمدگی. بعد یه لیکویدی هم توشه که اون خنک کننده کننده فلانه. که مثلا این اتفاقی که برای آیفون ها میفته تو گیمینگ طولانی و نمیدونم فلان و اینا داغ میکنه، این دیگه دیرتر داغ نمیکنه. برای همین پس انتظاراتی که ازش داریم دوربین خیلی خفن، باتری خیلی طولانی تر و سیستم خنک کننده خیلی خفن. آیفون ایر خیلی دیوایس کانتروورشل ریسکی میتونه باشه، به خاطر اینکه ببین اینا کلا توی قضیه باتری مشکل دارن. خب بعد این ضخامت که اندازه کیسه اوبته تقریبا و در حال منفجر شدن، این نمیتونه یه باتری خیلی قوی رو تو خودش بگنجونه. پس از الان مشخصه که آیفون ایر باتری آشغالی خواهد داشت. احتمالاً ور میاد تازه میشه اندازه آیفون 17 های عادی. آفرین. بعد این داستان خم شدنش که از زمان آیفون 6 هم بود، یارو خم شدنه تو جیب میذاری خم میشه. آفرین. این برای این 100% اتفاقه. پس تو فقط باید خیلی این دیزاینه و دست گرفتن بگیرتت که بری این آیفون رو بخری. ولی موضوعی که هستش این میتونه تست این باشه که کم کم بریم به این سمت و تکنولوژیمون رو یه جوری بکنیم که توی این ضخامت جا باشه. اینا برداشتاییه که من از این ایونت اپل چطور بودم دکتر؟ چقدر دور از خودت ولی خوب بودی. نه دنبال میکنم تکنولوژی رو خیلی. حالا شاید اینو بگیرم جدی، چون از نارنجیش خیلی خوشم اومده. خیلی خوشنگه. نارنجیش واقعا بهت نمیاد ولی حالا دیگه دیگه رنگ شلوارک نه میفهم. آره صورتی اگه بود میگم جوراب دقیقاً روزگل تارا داشتی بهت میخوره روزگل داشته باشی. روزگل که حاجی مال چیزاست. ببین مال بچه حاجی‌ها نیست مگه روزگل؟ آره روزگل مال بچه حاجی‌هاست دیگه. اینایی که مشتر عقیق و فلان و اینایی که همینایی که گفتم مثلا اون 2 ماه محرم سفر مشروب نمیخورن دیگه. این روزگل مال اوناست. نه ببین من کلا تا موقعی که استانبول بودم، به خاطر اینکه رجیستریشن استانبول که میدونی بدتر از ایرانه. چطور؟ یعنی مثلا یهو فکر کنم بخوای گوشی تو الان رجیستر کنی باید به پول ایران 100 میلیون پول بدی. یعنی گوشی اگه رجیستر نباشه، من الان گوشی از ایران بخرم، اونام تحریمن؟ نه دیگه، اونو باید بری از خود اپل بگیری، بعد بری از اپل بگیری 150,000 مثلا لیره یا 300 میلیون پول گوشیه. چرا اینجوریه؟ دیگه نمیدونم، گرونتر از اینجا. یعنی چرا؟ حالا نمیدونم، اقتصادشون میدونم مثل ما فاکتاپ و تحریم دارن و فلان و بیسار و اینا. میدونم که نایکی هم جمع کرده کلا از KFC و پیتزاهات و اینا یهو رفتن. آره. پایین خونه من یه پیتزا حال می‌کردیم یارو بس رفت. تو خیلی هم مهاجرت معکوس نکردی، توی اندونی پا شدی توی چیزا را حالا می‌خوام اینو بهت بگم. اینا ماجرا اینه که الان تو گوشیو که من اون موقع میگرفتم دلیلش این بود که یعنی هر سال آپدیت میکردم، یه سوراخی داشت تو ترکیه این قانونش. شما وقتی گوشی از بیرون میاری 2 سیم کارت بیاری، هر سیم کارت 4 ماه داره. خب یعنی علل حساب شما 8 ماه گوشی رو داری، اون 4 ماهش هم یه دیوایس مزخرف بری بگیری که فقط مودم این باشه، اوکیه، سر سالم ریست میشه، این دوباره میشه از اول. یعنی میتونی اصلا رجیستر نکنی. ببین ایرانی اینجوری در میاره سوراخ قضیه، باگ داره دیگه، باگ داره. ولی من کاری که میکردم خب گوشیه رو میآوردم اینجا،
اینجا رجیستر نشدهشو بهتر میخریدن تا تو ترکیه. یه پول ملو میذاشتم میرفتم دبی ارزونتر میخریدم. یادم این کنده بازی‌ها رو در می آوردی. آره دیگه. تو چه کنده‌ای خیلی حال میداد. ته اصلا ببین. برای همین اون موقع الان دیگه گوشیمو رجیستر کردم دیگه، واقعا فکر کنم 2-3 سال عوضش نکنم. تو چه لاشخوری هستی. حالا من 3-4 تا خاطره تعریف می‌کنم. چی دیگه می‌خواستم بهت بگم راجع به این ماجرا؟ بذار برسیم به این قسمت صحبت که چرا اپل با ما چیکار کرده، این غرب زدگی و تبلیغات غرب با ما چیکار کرده که من واقعا خیلی هم دیدگاه بدیه توی جامعه. من واقعا کسی که آیفون داره با کسی که مثلا اندروید داره به تو چشم مختلف، نمیگم کدومش خوبه کدومش بده، به دو تا چشم مختلف میبینم. نه مختلف. یعنی مثلا من که آیفون دارم احمقم دیگه سری دور بشورش. نه ولی جدی این اتفاق افتاده. این بحث اتفاقا همیشه با شقایق دارم. شقایق به طرز عجیبی وفادار به سامسونگ سری اس. یعنی هر سری جدیدش بگی بشینم دیگه بزنین. آره دیگه اینو باید با اون بگم. نه آخه راست میگم. اونم هی منو کیرم میکنه، میگه بابا تو کسخلی، تو گول خوردی فلان بیسار اینا. منم قبول میکنم ولی میگم قدرت برندینگ این شرکت مینیمالیسم. خب الان نیست دیگه اینجوری. الان دیزاین آیفون 17 پرو رو نگاه کن. نه به طور کلی اون چی میگن سافتورش نرم افزاری یوزر فرندلی خیلی بهتره حاجی. آره. ببین الان مثلا نه دیزاین خود دیوایس هم خدایی. ببین ته قضیه رو بخوای در نظر بگیری که اینم باز آروم سلیقه است. خب یعنی این سلیقه من به سامسونگ نمیخوره، با اینکه یه تایمی هم من اندروید داشتم. خب منم داشتم. من اصلا اسمارت فون، من بلک بری که اندروید نیست، خودش چیز دیگه است. خب آره من یه تایم بلک بری داشتم، اندروید داشتم، سامسونگ هم داشتم. حالا میدونم اون موقعی که من داشتم کثافت بوده، من جدیداشو نداشتم. ولی خب دیگه من عادتی مثلا من اپل، من واقعا ویندوز هم نمیتونم، مثلا ویندوز جلوم بذارم. حالا من اون طرف برعکسم، من اون طرف کیرم تو مکبوک، عاشق ویندوزم. خب میمیرم برای ویندوز. ولی باز اینجا هم این دیدگاه دارم، وقتی میرم توی یک جایی، حالا مغازه است نمیدونم با هر چیزی که هستش، سیستم جلوی یارو وقتی مکینتاشه به نظرم اونجا با کلاستر میاد. خیلی با اینکه خودت ویندوزی، با اینکه خودم عاشق ویندوزم. حالا این دقیقاً یه بار یا تو استودیو اون موقعی که موزیک ریکورد می‌کردم. ببین برندینگ جدی دارم بهت میگم، کار عجیبه اصلا. یعنی ببین تو بطن قضیه پشمات میریزه. من و فؤاد موقعی که فؤاد استانبول بود، من خونم یه جایی بود پایین‌تر از، یعنی یه سربالایی خیلی بد داشت، بعد تو گرما بالای اون سربالایی استارباکس بود. تو فؤاد همیشه توی ارتفاعی بگایی. حالا پایینه دقیقاً خونه ما یه کافی شاپ بود، خیلی هم اوکی بود، اصلا خوب بود. خب ما اونجا نمیرفتیم، ما میرفتیم پیاده تو ظل گرما. یه بار دقیقاً تو مسیری که داشتیم میرفتیم به هم دیگه گفتیم حاجی تو ببین برندینگ باهات چیکار میکنه که پایین خونت نمیری قهوه بخوری، داری میری استارباکس، با اینکه میدونی که استارباکس داره قهوه تخمی بهت میده. یعنی یه آدم قهوه باز اصلا بهش بگی استارباکس، این یه آدم برگریه که بهش بگی من میرم مکدونالد میخورم، میدونی. حالا یعنی البته بیگ مک که نه، باز از دیده مثلا برگر اون حالتی که یه ذره مثلا هوم مید تور باشه و گوشت خوب باشه و اینا، مکدونالد داره آشغال بهت میده دیگه. میفهمم چی میگی، کامل میفهمم. ولی اینجا بخورمت. ولی مسئله برندینگه که آجی تو برندینگ رو درست ببری جلو. خیلی خفنن توی این کار. حالا تا تو بحث تکنولوژی هستیم، یک واژه جدیدی نسل Z یا همون جنریشن Z مثل این که دارن استفاده میکنن به اسم شرکینگ. شرکینگ یعنی چی؟ یعنی کسی که از لحاظ ظاهری آدم خیلی پایین تر از خودش رو دیت میکنه به خاطر اینکه مهر و محبت و توجه اون یارو رو داشته باشه. چه آشنا. شرک کردن یعنی چون مثلا تو فیونایی من زشتم ولی با من دوست میشی که من حواسم بهت باشه، که این قطعا برعکسه. بعد تو داری شرک میکنی، یعنی من شرکم تو داری شرک میکنی. نمیدونم دیگه چطوری برات باز کنم یعنی تو داری شرک. ببین ای پوکر، اولا که امان از دست این نسل زد، یعنی وای دیگه سرم کامل داره، فقط اینجوری بودم که تموم شه کی وصله. ببین آره این من احساس میکنم همه این چیزایی که داره براش کلمه پیدا میشه، یعنی احساس میکنم که نه واقعا وجود داشته، فقط دارن کلمه ها رو میدن بهش. مثلا گوست کردن یا گس لایت کردن. خب اینا رو بذار راجبش صحبت کنیم. گوست کردن زمانیه که تو
با یه آدمی خیلی تو تیک و تاکی داری میری جلو، بعد یهو به یه دلیلی، حالا یا با هم خوابیدن یا اصلا دیگه روش یه کار عجیبی کرده، روش ترن آف شدی، هرچی دیگه جوابشونه، یعنی کلا از همه جا صفر میشه. خب این میشه گست کردن. خب فارسیش هم نداری، حالا یه نفر میگه بعد این چه تأثیری تو زندگی اون یارو میذاره؟ یارو میگه من کمم، چیم، مثلا کسچرم، چرا مثلا اینجوری؟ بعد نه، این اصلا میره اون کارو با یکی دیگه هم میکنه، یعنی چرخه همینجوری ادامه ولی داره. این میدونی معمولا چه موقع اتفاق میفته؟ تجربه جمعی که من دارم، فکر کنم من و تو داریم صفر با هم تیک و تاک میکنیم. حالا بابا یه دختر بیاریم مثلا، نمیخوام با تو تیک و تاک کنم. قرار شده ما تو چارچوب این برنامه خودمون دوتا باشیم دیگه. نظر بچه‌ها اینه، هیچ کاراکتر از بیرون اضافه نمیشه. من و تو داریم دیدی ول نمی‌کنم، ادامه میده. یکیمون یه دفعه میره توی رابطه، یعنی مثلا فکر کن من دارم با تو حرف میزنم، دارم با امیرحسینم حرف میزنم، همزمان سفت با جفتتون تو تیک و تاکم، قرمزش دختره. بعد آره بعد من با تو دوست میشم، یهو دیگه جواب امیرحسین نمیدم. این یکی از دلایل گست کردن میتونه باشه. قبول داری؟ خب ولی کرم داری دیگه، یعنی تو اگه داری نمیدونم، تو گم شو خب نمیخوای منو؟ نه اگه مثلا آره ایکس داره با من تیک میزنه، یعنی میخواد سعی کنه کارمون بشه دیگه. خب بعد اگه بره یه اوبا محمد آقا، یعنی کار تخمی. نه تو مثلا همزمان داری با ایکس و ایگرگ صحبت میکنی، یهو دیگه با ایکس اوکی میشی، دیگه ایگرگ مثلا دیگه وقت نداری باش صحبت کنی یا اصلا نمیخوای دیگه با ایکس اوکی. آره گوس میشه. آره. خب حالا گسلایت کردن یعنی چی؟ گسلایت کردن یعنی اینکه من یه کار اشتباهی در حق تو کردم، خب اشتباه از من بوده، من یه کار عجیب غریبی کردم، ولی یه جوری وانمود میکنم که انگار تقصیر تو بوده قضیه، و تو رو مجبور میکنم که بری تو فکر این که تو یه ایرادی داری یا یه کار اشتباهی کردی. این کار تخصص پدرام دوست منه، جدی دارم بهت میگم. یعنی ما از زمان مهد کودک تا الان هر بحث، بالاخره بحث پیش میاد تو رفاقت دیگه، هر وقت من از دست پدرام ناراحت بودم به یک دلیل نامشخصی من آخر سر ازش معذرت خواهی کردم. چرا بهش میگن گسلایت که یعنی انگلیسیش ببین بیس کلمش نمیدونم از کجا اومده، ولی فکر کنم سعیمو کردم که درست توضیح بدم. همه آدما هم احتمالاً یه همچین شخصی تو زندگیشون هست، مخصوصا توی روابط خیلی رایجه دیگه. مثلا دختر دوست پسر، تقصیر انداختن هم نیست، اینجوریه که واقعا من در حق تو بدی کردم، بعد اینجوری وانمود میکنم که نقص توئه که باعث شده. یعنی بدیه رو قبول دارم ولی تو باعث این بدیه شدی. این یکی از اصلا تریت های تاکسیک بودنه. یعنی آدمایی که بهشون میگن تاکسیک، این تخصصشون، زمین بازیشون گسلایت کردنه، مثل پدرام ما. آفرین دقیقاً احساس ناکافی بودن دادن. خب حالا همینو بگم، تا حالا تحت تاثیر این رفتار قرار گرفتی؟ آره من خودم این کارو کردم واقعا. خب تو خیلی هم تاکسیکی، بچه‌ها نه واقعا جدیه. چون میگه همش آدما آخه میشن یه جا تا یارو پشت میکروفون میاد خودش رو میبره تو اونجا. نه دیگه من این کارو کردم، برعکسش هم بودم. الان که آخه مود اصلا کونت هم گنده میشه بگی تاکسیکم. آره مثل چیزا است، وای پسرش چقدر تاکسیکه برم بهش بدم. خب آخه هلیا اینا هم این کارو تو موزیکشون کردن دیگه. من دلم میخواد جلو کسی که برقصی بام، اینم خیلی کار تمیزی نیست. راجع به چیزای با کیفیت صحبت. بعد حالا بذار اینو بهت بگم، نکته‌ای که داشتم، این کلمه ها رو بد نیست بفهمیم چیه. آقا ما داریم تو اینجا زندگی میکنیم، تو این دنیای این جنزی ها الان دارن یه سری کلمه میارن دیگه، جنریشن زد که بعد از چند وقت هم تو دیکشنری معرفی میشه کلمه. خب آره. چون من اینو دارم چیزشو تو رزومم که سر سیچویشن شیپ منو رنده کردن حاجی. منو یه جوری به من فوش میدادن آدما که انگار این کلمه ها رو من درست کردم و اصلا اینو من را انداختم داستانو. چرا با طرف شده بودم؟ من توی پلنت توضیح دادم که آقا سیچویشن شیپ یعنی چی. خب توضیح، مثل همین قضیه که الان تو توضیح دادی، همه بیان الان به تو فوش بدن که این چیزا رو براش اسم من لیاقتم هم آخه بیشتر از این نیست. حالا یه آدم دیگه، یه آدمی که سرش به تنش بیارزه، ولی مثلا دارم میگم اینجوری نگاش میکنن که تو داری این کلمه رو میگی. وای گسلایت کردن خیلی چوسی که دیگه کسخلن دیگه، مشخص. الان من دارم معنی کلمه گسلایت رو میگم. خب نه قبول داری همه چی انگلیسیش چوسی دار میشه؟ آقا مثلا من میگم من پرفکشنیستم، داره منو اذیت میکنه. یعنی انگار من یه آدم خیلی مثلا حساسی ام و باید که در صورتی که پرفکشنیست بودن به نظر من خیلی ایدئالگرا. خب همین باز این استثنان فارسیش هم چوسی داره، خب ولی چیز اصلا خوبی نیست. قبول داری که وقتی معادل فارسی یه کلمه همون لحظه تو ذهنت هست از اون استفاده بکنی بهتره یا برات فرقی نداره؟ مثلا خود کلمه تاکسیک،
خود این موضوعه. خود کلمه تاکسیک که الان استفاده سمی. کردیم سمی، طرف سمیه تو رابطه. ولی نمیدونم احساس میکنم وقتی میگی تاکسیک هم مفهوم بهتر منتقل میشه، چون بالاخره اصل کلمه همون بوده، ما ترجمهش کردیم. همین که یه زبون مشترکی بین تو و مثلا اون آدمه که میخوای راجع به این قضیه باهاش صحبت کنی به وجود میاد. بعضی از کلمه ها به نظر من انگلیسیشو استفاده کردن تاثیرگذارتره، ولی از یه طرفم موافقم که خیلی از کلمه انگلیسی توی دیالوگ استفاده کردن چیز جذابی نیست. هویت زبان و فلان و اینا آره بعد مثلا یه ذره به سمت ادایی و فلان و اینا میره. مثلا همین پادکست هفته پیشم فکر کنم یه قسمتایش دیگه انقدر من و نیما داشتیم کلمه انگلیسی حرف می‌زدیم، یکی نوشته بود کسکش فارسی حرف بزنیم ما هم بفهمیم چی میگی. خب اون انتقاده رو من قبول دارم واقعا جدی. خب ولی یه موقعی هست نمیدونم حق دارن شاید به عنوان پادکستر، اگه ما داریم این ادعا رو میکنیم که پادکستریم و داریم صحبت میکنیم هست الان گذاشتیم دیگه. خب یعنی این فضا داره این ادعا رو به وجود میاره. مهرشو از استاد گرفت. کمترین چیزی که هست اینه که باید بری رو فن بیانت کار بکنی. اما یه چیز دیگه این وسط وجود داره. ما داریم تو مدیوم یوتیوب و نسبت به علایق خودمون کانتنت درست میکنیم و اون مدلی که من با تو صحبت میکنم همون داره میاد جلوی ویدیو. آفرین. خب این یعنی از خودمون دور نشیم. من نمیتونم یهو مثلا برگردم الان مثلا کلمه تو ذهنم نیست یه چیز عجیب مثلا 2-3 بار کلمه ها رو گفتم خودتو خندت گرفته که تو واقعا الان اینو گفتی این کلمه ها رو نمیشینه حاجی آخه تو این لحظه. آره خب میفهمم. و تو اگه بخوای اونو بگیری اولا کلی فاصله میفته بین صحبت کردن من و تو. هی من باید فکر کنم حاجی فارسی این چی متینو چقدر سر پوش فوش دادن سر یه چرا انقدر کلمه انگلیسی استفاده من میگم آقا دیگه نمیدونم اون آدمه رو اگه داره برات کانتنت رو درست میکنه تو اگه متوجه نشی واقعا چیه حق داری، ولی اگه میفهمی داره از تاکسیک نظرش چیه ول کن دیگه. حالا اصلا از نیمه پر لیوان اگه بخوای نگاه کنی مثلا من یک کلمه انگلیسی الان وسط حرفمون استفاده کنم که یک مخاطبی معنیشو ندونه، خب شاید من ادایی مثلا من خودم همین الان بهت گفتم گسلایتو بگو یا مثلا قبلیش چی بود گست کردن رو بگو. خب این جنبه آموزشی هم میتونه داشته باشه، نه اینکه من گوه خاصی باشم بخوام چیزی یاد بدم و من نوعی خب مثلا یه دونه کلمه انگلیسی هم یاد گرفتی دیگه حالا بعدم نی. آخه واقعا گسلایت کرد چی بود؟ همون احساس ناکافی بودن به کسی دادن رو چجوری باید بگی؟ آفرین. تا وقتی که یه کلمه بهتری براش پیدا بشه فارسی ما میگیم گسلایت استفاده کنیم. من مثالش میدونی چی همیشه میزنم؟ چرا این اصلا اوکی نیستم این اپیزودو با هم موافقیم، بذار برینیم هم حال کنیم دیگه. الان یه کوچری بگو ردیف. خب من مثالش که همیشه میزنم آفسایده. وقتی آفساید میشه کورنر میشه میگی گوشه شد، میگی خارج از خط شد. من فکر کنم کلمات تخصصی هر فیلدی رو اوکیه که توی اون فیلد انگلیسی استفاده کنی. مثلا خود کلمه پادکست مثلا پادکست میدونی کجا اومده؟ نه خیلی جالبه الان این قسمت. بذار اینو تموم کنیم بعد اونو. نه الان ربط داره آخه به پادکست رو استیو جابز درست کرد. اوه یه چیزی شنیده بودم. آیپاد کست برادکست. وای دهنتو گاییدم. فهمیدی چی شد؟ بعد این اومده بود توی اون بیا آقا اینم یه چیز جدید که چقدر خفن حاجی. تاثیر اپل رو ببین، تاثیر استیو جابز و اپل رو ببین چه سگوی باحالی شد. که دقیقاً اون حالت رادیو استیشنی که بوده اومده توی اون یارو دیوایسه و هر کسی میتونه برای خودش رادیو استیشن خودش رو داشته باشه. عجب کمپانی خفنی با چه لگسی خفنی، چه موافقش ببخشید چه میراث خفنی، چه موافقش هستی چه موافقش نیستی. خیلی کمپانی خفنی هن. حالا این بحث کلمه انگلیسی استفاده کردن به کنار، خب اینو یه ذره راجعش صحبت کردیم. من از چی خیلی بیشتر فشار میخورم؟ چند سال پیش فکر کنم پوبون توی ویدیو این قضیه رو گفته بود. من یه آدمی هم که مثلا انگلیسیم خوبه و لای حرفام از کلمه انگلیسی استفاده میکنم. خب وقتی یه کلمه انگلیسی رو درست تلفظ میکنم گاهم پیش میاد که یه مش کس مغز دور و بر من هر میخندن و منو مسخره میکنن. مثلا چی بگم، مثل یه کلمه انگلیسی اینجا خیلی ربط داره که باید موافق باشم و مخالف باشم. اوکی به مثالت خیلی فکر کن. بیا دیرکشن یا دایرکشن. خب من میگم آقا توی ویز الان زده دایرکشن اینجوریه، خب من درست دارم تلفظ میکنم. خب دیرکشن کسی نمیگه. حالا فکر کن اون یاروه فکر میکنه خب دیرکشن. تو اگه دیرکشن بگی اتفاقا چیزه عرض بنده همین اگه بذاری کلام منعقد بشه. من میگم دایرکشن رو اینجوری زده، بعد مثلا این دوست کسخل من که اینجا نشسته او دایرکشن واو مای دیدی که این ادا اصولا رو گاد فلان اینا کیر خط وایسا الان میگم چرا. به خاطر اینکه من یه چیزی از تو بیشتره، سواد انگلیسیم از تو بیشتره، کلمه هرم دارم درست تلفظ میکنم. پس تو اگر بلد نیستی اون کس خرتو ببند یاد بگیر،
اگرم که مثلا فکر میکنی خیلی انگلیسی صحبت کردن کار عجیب غریبیه، بازم کس خرتو به من اشاره نکن، چون به هر حال من یه تو بیشتر میدونم. بعد تو یه کسخل داری منو مسخره میکنی که درست دارم یه چیزی رو تلفظ میکنم. اما به اون کلمه ببین بعضی از کلمه ها توی فارسی عوض شده طی سالها. مثلا نه همین من بزرگترین مشکلم که تو تمام پادکست ها بهش برمیخورم مثال لحظه ایه. دیالوگ. آفرین. تو اگر دیالوگو بگی دیالوگ خود من مسخرت میکنم. نه اصلا من مسخرت میکنم. قبول دارم. حاجی دیالوگ تو سینما هم تغییر کرده و خفن ترین کارگردانا و بازیگران دیگه دیالوگو پذیرفتن. قبول دارم. اینو قبول دارم. زور نباید بزنی که بگی من انگلیسیم خوبه. خب اینو قبول دارم. مثلا چه میدونم من اینجا اینستا نیست. آفرین. این یه تیکه. آفرین. این یه تیکه. ببین اینستاگرام نیست، اینستاگرامه. اگه سختته بگو اینستا. اینو نمیخواد، چون اولا که داری یه سیلابل بیخودی به یه کلمه اضافه میکنی که طولانی. اصلا راحت تر اینستا دیگه. نه آی جی، نه اینستا دیگه. فضای مجازی اصلا اینستا نیست. اینستا ببین اینستا واقعا بی معرفت. واقعا بی معرفت. امروز حاجی سر نهار تو باشگاه برام اتفاق افتاد. 2 تا پسری که به ظاهر امروزی بودن و همه چی اوکی فلان و بیسار و اینا یه اونجوری کرد چرا اینستات اینجوریه؟ گفتم بابا من کجا باید برم دیگه اینو نشنوم. اینستا جدی خط قرمزه واقعا. آره دیگه نگو دیگه. آره ولی من اگر کلمه‌ای توی کلمه فارسی معادل نداره و توی محاوره فارسی جا نیفتاده، مثل همین چیزی که دارم عرض میکنم دایرکشن، و من درست تلفظ میکنم و توی کسمغز بی سواد بر به گوشت آشنا نمیاد، گوه میخوری منو مسخره کنی. کس خر بسته آموزش. یه لحظه آروم بگیر. اگه بین دیرکشن و دایرکشن داره مسخرت میکنه اوکی هم خب، ولی اگه کلن داره میگه آقا چرا نمیگی مسیر داری میگی دایرکشن، اونو اوکی هم. بابا یارو اصلا شوته، اصلا کسخله، دنبال یه چیزیه یه کس و شعری بگه. چون اصلا من خودم بخوام بگم من واقعا نمیگم دایرکشن اصلا کلن، میگم مسیر. آقا مسیرش از کجا داده؟ نه این ادا اصولا به نظر من دیگه دموده است. فکر نکنم واقعا دایرکشن رو بگی. اولین چیزی بود که به ذهنم رسید، چون قبل از اینجا درگیر ویز و اینا. ولی موضوع اینه که این قضیه رو دیگه باید بدیمش بره. این دیگه دموده شده که واو او مای گاد کلمه انگلیسی فلان. این اداه از این به بعد مواجه با کیر میشه. خفه شو. چارلی کرکو دیدی؟ این توی هفته گذشته، یعنی تو 4 روز گذشته، من 3 تا خبر عجیب قتل شنیدم. حالا خیلی به فضای پادکست ما نمیخوره، از روش مثلا یه ذره رد چیم که خیلی هم حالا دیگه دلمون نگیره. من یه ذره دوست دارم بیشتر رو چارلی کرکمانو حالا رو جایی که دستم بازه. یه دونه آرتیست به اسم دیوید، یعنی دی عدد 4 وی دی، مثلا من گوش نمیدادم خب، ولی مثلا یه سری از دوستام گوش میدادن. تو صندوق عقب تسلا این بابا یه جنازه تیکه پاره شده پیدا میشه خب، که انقدر اوضاعش بد بوده که بعد از رو انگشت یارو مثلا میفهمیدن که چیه و دی ان ای از این جدا. حالا اصلا همین الانم هنوز معلوم نشده که کار این بوده یا نه. این 1 2 توی متروی نیویورک حاجی دیگه ببین اوکی ام اونجا بلا سرم بیاد. تو متروی نیویورک حاجی یکی از چیزترین جای دنیاست، که نسخترین جای خیلی دارکه. چیزی که من نیویورک میدونی که به خاطر شلوغی و مولتی کالچر بودن و اون خر تو خری کیر و کلاه دیگه نیویورک، خب ریت کرایمش خیلی بالاه. جنایت. آفرین. حالا گوش نرخ جنایت. ببین تو چرا خودت هم شبیه جانیا شد؟ بعد آقا داستان این بوده که یک دختری به اسم ایرینا زاروتسکا، آیرینا فکر کنم، ببین همون کاره رو داری میکنی. ایرینا رو ببین بهت گفتم کلمه هایی که میشه درست کرد و بگو دیگه. آیرینا اکس رونالدو اسمش چی بود؟ من میگفتم ایرینا شیک. اشتباه میگفتی دیگه، آیرینا شایک. این اونجاییه که خدا رو شکر که قبلا گفتم نگه حرف تو عوض بابا چون گوشت اسم یاروه. تو دوست داری تو رو پیشا صدا کنن؟ اسم تلفظ داره. خب حالا بیا همینو بهت بگم. رفتیم توی بس که بذار کارمو بکنم. اون یارو که اسمش ابراهیموویچه، فامیلیش چیه؟ یعنی اسم فامیلش رو با هم بگو. زلاتان ابراهیموویچ. خب زلاتان نیست، سلاتانه. خب اینجوری بگو از این به بعد. اینو که داری از تو چونه به جون مادرم همین از سوئدیا. خب باشه، ولی کل دنیا میگن زلاتان. خب نه دیگه اصلا خودش تو تبلیغ نایکی میگه زلاتان نوز دت زلاتان. حالا کاری نداریم.
بحث برگردیم سر این موضوعی که داشتیم. کیروکولا بودن نیویورک. اینقدر میگم تا دهنت چرب بخوره. آره منم همینجوری وای میسم تشویقت میکنم. دارک دیگه یه ذره سوگواری بکن، اتفاق بدی براش افتاده. توی اون آدمی که تو نیویورک دیدی اینجا چی به سر من داره میاد صبح تا شب. راست میگینم بیرا نمیگی. توی ماشین نشسته، ماشین چی هستن ریدی تو رشته افکارم. توی مترو نشسته بوده واسه خودش. آیرینا حاجی تصویرش هست. من میدونی الان این اتفاقایی که افتاده و اونی که تو میخوای بگی دارک بودن قضیه اینه که انقدر تکنولوژی پیشرفت کرده و انقدر دیگه همه چی داره ضبط میشه و فلان که یه تصویرای دارکی داره ضبط میشه. از اون دارکتر اینه که هیچ تأثیری تو رو روان من بیننده نمیذاره. خب اینجوری هم که حالا الان من به اینم میرسم، پشمات میریزه اصلا بحث به کجا داره میره. ناکو این نشسته بود تو برای خودش داشت موزیک گوش میداد، تو فاز خودش بود و اینا، یه بابایی پشت سرش بوده. خب این بعد ترسناکه، یهو بلند میشه و یهو با کلی ضربه چاقو اینو میکشه. خب. مرده آیرینا. آره. خب حالا رو این رچیم بریم. بعدن که یارو رو میگیرن، اولا که یارو کلی کیس داشته و کلی یا آدم ناسالمی بوده برای جامعه و باید نگر می‌داشتن اینو. ولی از اونجایی که من واقعا این چیز آمریکا رو نمیفهمم که الان یه تو بزنی منو بکشی، مثلا 3 سال میری زندان بعد دوباره میای بیرون، یارو دوباره اومده بوده بیرون. خب اینو کش، بعد بهش میگن چرا اینو کشتی؟ میگه به خاطر اینکه احساس کردم داره ذهن منو میخونه. خب حاجی این یارو کسخله، اینو بگیریم پاشو ببندیم، یه مثلا یه چیز یه تونی ببندیم به پاش از اون نقطه‌ای هم که اصلا نتونه تکون بخوره. برای چی این تو شهره؟ حالا برس به اینجا. من این خبر رو کجا خوندم؟ داشتم غذا میخوردم. ببین ما چقدر تنس شدیم، یا شاید من اینجوریم. من انقدر این اتفاقای عجیب غریب دور ما داره. 1 ماه گذشته خودمون رو نگاه کن، 3 ماه گذشته ما رو نگاه کن. من چون میخوندم یکی برای من فرستاد اینو، حالا من فیلمشو که ندیدم که به هیچ کم پیشنهاد نمیکنم بره سرچ کنه ببینه، اکثر رو دیدم. الان اینجا میذاریمش ببین. آره که چنلت کامل نابود شه. من اینو خوندم و اینا گفتم چه باحال، ماستو زدم تو اینو خورد. حاجی اصلا داشتی حال میکنه اصلا. یعنی اصلا ما کی اینقدر بی‌حس شدیم به بی‌حس شدیم دیگه. نسل اینترنت بی‌حس، نام‌ترین نسل تاریخه. حاجی این صحنه‌هایی که ما باش اوکییم، حالا توی فیلم و اینا رو کاری نداریم چون فیکشنه، ولی صحنه‌های واقعی که ما باش اوکییم واقعا اوکی نیست. تو حالا نگاه کن تو 1 ماه گذشته چقدر آدم دیدیم که کشته شدن تو همین ایران. واقعا. خبرش یهو وایرال میشد، اسنپ مثلا فلان کرده. اون یکی مثلا خبرش وایرال میشد که دوست مشترک خیلی هم بودش، تفلک. آره سروش. ببین بعد مثلا تو انقدر اینا رو داری میشنوی، اینا ببین هی اینا داره میاد رو هم دیگه. داداش من میگم یه جاهایی از خودم میترسم و از خودم ناامید میشم، به خاطر اینکه من سروش رو واقعا تو باشگاه هفته یه بار میدیدم. با هم میدیدیمش. وقتی خبر فوت سروش رو شنیدم با اون فضاحت و فلان و اینا، اونجوری که باید روم تاثیر نذاشت. یعنی یه آدم عادی باید یه لحظه بره تو خودش بغض کنه. من میگم تا 7 خیلی دارک، آخری ناراحت شدم. جدی دارم بهت میگم تا 7 سال اصلا میگم دارکه. آره دیگه. ما تا 7 سال پیش بود این اتفاق، این خبر انقدر دارک مثلا تو میخوندی یا راجبش میشنیدی دیتیلش فلان و بیسار و اینا، فکر کنم باید میرفتی همون موقع باید میرفتی تراپی. تاثیر چیه؟ اینترنته؟ حجم زیاد اطلاعاتی که وارد جبر جغرافیا هم هست. من احساس می‌کنم این خبر رو به یه سوئیسی بدی مثلا تروماتایز شه. ما انقدر اخبار عجیب غریب داریم اینور دنیا میشنویم. آخه مثلا آمریکایی‌ها هم همینن. آمریکایی‌ها هم نامبن نسبت به همه چیز. یعنی هیچ خبری بیشتر از 24 ساعت نمیمونه رو تاپ ترندینگ. من بحث به اون شهر هستی. مثلا احساس می‌کنم تو چه میدونم اروپای مثلا شرقی این خبره رو بگن اوکی. برگردیم به صحبتی که من می‌خواستم بکنم. چارلی کرک. چارلی کرک برای کسایی که نمیدونن خیلی سریع من بگم، یکی از طرفداران سمت راست آمریکاست، از موافقین ترامپ، از کانسرواتیواست، یعنی چی میگن محافظه‌گراها و فلان و بیسار و اینا. دیدگاهاش هم راجع به همه چی خیلی نزدیک به اون وره دیگه، با جامعه LGBT به شدت مخالفه و همه این دیدگاه‌ها. یه نکته جالبی که داره که به ما مربوط میشه، توی جنگ علیه ایران مثلا زمانی که نیروگاه‌های هسته‌ای رو زدن موافق بود با اون قضیه، ولی تو جنگ تمام عیار با ایران مخالفت میکرد. جنگ تمام عیار یعنی اون چیزی که مثلا اسرائیل دنبالشه، جنگ ارتشی تمام عیار با ایران. خب اینجا مخالف بود و میگفت ایران به خاطر اینکه ریشه خیلی قوی داره توی فرهنگ و فلان و بیسار و اینا، مواجه شدن باش به صورت فول ارتشی کار درستی نیست و یه جنگ جهانی درست میکنه و یه حجم خیلی زیادی مهاجر درست میکنه و فلان و بیسار و این داستانا. اصلا این موضوعای یارو بود، این مواضع کلیش بود. اصلا هیچ کاری به خوب و بدش ندارم. موضوعی که امروز بهش اشاره شد این بود که اولا که فیلم خب واقعا فیلم خیلی عجیب غریبیه و نشون میده عین کال آف دیوتی دیگه.
دقیقاً این کال اف دیوتیه. یعنی من تو ویدیو گیم من وقتی تو این پوزیشن قرار میگرفتم که میشنم این بود که اون یارو رو با اسنایپ بزنم، یه چند لحظه بهش فکر میکردم ببینم این میشنه رو بکنم یا نکنم. همینجا لحظه نگهدار، اینا به نظر تاثیر دارک نیست؟ همین این که تو مثلا تو 8 سالگیت کال اف دیوتی زدم، چرا میتونه باشه. یه ذره میدونم دیگه خیلی اونور پیرمردی یه چیزی که دارم میگم الان میگه وای تو با بازی هم وای مواد در آهنگ. نمیخوام، من فقط صرفا پرسش گرم. نه واقعیت تو رو آماده کرده دیگه. این خشونت برای چی اینقدر موج علیه خشونت توی جی تی ای به راه میافتاد یا همه ویدیو گیم‌ها؟ بخاطر اینکه واقعا ذهن بچه‌ها رو آماده میکنه که تو بزرگسالی با همچین چیزی نرمال برخورد کنه که میشه نتیجهش من نوعی. خب حالا این ویدیو منتشر شده امروز، همین قبل از اینکه ما پادکست رو ریکورد کنیم این اتفاق افتاده دیگه که ویدیوش هم وایرال شده. یارو رو اسنایپ میکنن در حال سخنرانی توی یک جمعی از طرفدارا و فلان و بیسار و اینا. چیزی که برای من جالب بود این بود که خب به خاطر یه سری مواضع ضد اسرائیلی و ضد یهودی که داره، یه خبری که خیلی داره ترند میشه اینه که یهودی ها اقدام به ترور این آدمه کردن. خب اصلا ثابت نشده، ولی ثابت نشده است. ولی از این بحث میخوام برسم به یه بحث دیگه. کانیه وست، با نوید داشتیم راجعش صحبت میکردیم. کانیه وست تأثیرش رد پاش روی صنعت موسیقی دنیا انکارناپذیره. یعنی یک نابغه موسیقیاییه که صدای موسیقی رو برای همیشه تغییر داده و هیچ کس نمیتونه اینو منکر بشه. بعد اومد توی فیلد فشن رو هم برای همیشه تغییر داد و هیچ کس نمیتونه منکر این قضیه بشه. یه جورایی فرشته نجات آدیداس شد زمانی که آدیداس رو کسی دیگه کیر خودش هم حساب نمیکرد. لاین ییزی، نمیدونم کت واکایی که راه انداخته، کلابایی که تا حالا کرده و ماشین فلان، هر کاری که فکر کنی این آدم کرده. مشکلی که این آدم داره کانیه وست اینه که بایپولاره و وقتی وارد اپیزود بایپولار میشه دک دهنشو باز میکنه و هر چی تو دهنش میاد میگه. شادات به بنیامین اینجا اگه بود کلی باحال حال میکرد. و متین هم فکر کنم همینطور. کانیه وست یک موضعی که داره، چون تو همه کمپانی ها و صنایع بزرگ دنیا بوده و یه حرکت بزرگی کرده، اینه که من هر جایی میرم بعد یکی از اقداماتی که کرد که خیلی خبرساز شده علیهش موج منفی به وجود اومد، یه سری صحبت‌های ضد یهودی کرد توی یک مصاحبه‌ای، خب که به انگلیسی بهش میگن انتای سمیتیزم، که خیلی خط قرمز توی آمریکا علیه یهودی‌ها صحبت کردن و اینا. حالا کلیتش این که کار درستی هم نیست دیگه، بالاخره علیه یک قومی به صورت کلی نباید. اینی که بگی ایرانی‌ها همشون بلا نسبت فلان. این صحبت‌ها خیلی علیهش حاشیه ساز شد و کنسل شد. حالا کنسل شدن هم میدونید تو دنیای امروز موقتیه دیگه. دوباره یارو یه دونه هیت بده برمیگرده محبوب. واقعا اونورم اینجوریه. اونور که خیلی بدتر اینجوریه. مردم واقعا حافظه‌شون 2 دقیقه‌ایه. جدی میگی؟ من اصلا فکر نمی‌کردم اینجوری باشه. حاجی حجم رفت و آمد اون صنایع و اطلاعات و فلان و ایناشو حساب کن. الان همین مثال کانیه وست آخرین باری که مثلا این حرفا رو زد کنسل شد و فلان اینا، به جون هر دو تا میگم اگر ریلیز بعدی شیت بشه کسی دیگه کیرش هم نیست که این آدم چه حرفایی زده. جدی اینجوریه. یا یک کفش موفق بده همه میرن میخرن. حالا این یه صحبتی کرده، با نوید داشتیم راجعش حرف میزدیم. نویدم شاداوت بهش بدیم. نوید صداقتی کسیه که واقعا به بهترین شکل ممکن تامنیلای یوتیوب ما رو میزنه. خیلی کارش خفنه. خیلی خفنه. نوید میگفتش که کانیه یه جایی گفته من انقدر هر جایی رفتم دیدم بالا سرم یه یهودیه که داره همه رو زیر دست خودش میگاد. یعنی آدمایی تو پوزیشن قدرت و ثروت خیلی زیاد. دارم راجع به مثلا صاحب اینداستری موزیک صحبت میکنم، صاحب اینداستری فشن صحبت میکنم، اون بالاییه که همه کمپانی‌ها خایمالش. میگن قد دیدم بالا دستم آدمای یهودیان و دارن میگان. من واقعا زده شدم از این قوم و گاییده شدم از دست یهودیا. برای اینه که مثلا یه اپیزود بایپولار میزنم میرم دهنمو باز میکنم اون حرفا رو راجع بهشون میزنم. رد داده دیگه. یعنی یه چیزیه که قدرت تحلیل کردن نداره، صرفا چون 4-5 نفر بالا سرش بودن داشتن اذیتش میکردن یا داشتن نمیذاشتن یه سری کار رو بکنه، یهو میاد میگیره با غلطک رو کل اونا. خب ولی یه جایی از حرفش فکتواله. یه جایی از حرفش فکتواله اینه که یهودی‌ها همه جا در پوزیشن قدرتن و بسیار تاثیرگذارن توی تمام صنایع دنیا. و حالا دوباره اگه بخوام دور بزنم برگردم به بحث چارلی کرک، این خبری که یک یهودی اینو ترور کرده، چرا یارو فکر کن راسته. خب آمریکا و اسرائیل هم که متحد سالیانن، ولی این یارو فقط به خاطر اینکه با اون موضع مثلا جنگ تمام عیار علیه ایران مخالف بوده، توسط یهودی ها احتمال داره که ترور شده باشه. یعنی احتمال آره این فکتوال نیست، این در حد تئوریه. ولی
دنیا که همچین جاییه دیگه، دنیا واقعا جای عجیبیه و اصلا عجیب بود. من ویدیوشو دیدم واقعا، ببین تشتک هم پرید اصلا انقدر الکیو همونجوری که دارم با طرف جلوی میزنم اون همه آدم حاجی اصلا. ولی من دوست دارم اینجوری. دوست داری چجوری بمیری؟ چه دارک شد بگم واقعا. آره دوست داری من خفت کنم؟ چون بعضی وقتا ممکنه این اتفاق بیفته. آره بذار با همین شوخی جمعش کنیم. نمیگم من دوست دارم ترورشم، ولی دوست دارم شخصیت قشنگ آخه داری قشنگ دونش هم میپاشی، یعنی یه شب اصلا بعیدم نیست یعنی یه داریوش تبکاری سجاد شاهی چیزی یکی با کیت آسه میلان میاد شاش دم خونم وایساده یه شب با کیت آسه قشنگ یه شب با کیت آسه میلان اصلا من نمیاد برای پرواز. ببین آروم باش، جدی دارم بهت میگم آجی. خب اگه اجازه میدی من وارد صنعت تئاتر بشم. بفرمایید استاد، اجازه ما دست شماست. آقا ما سری قبلی نشد. اینم بگم وقتی خب طبیعتاً کلپ میکنیم وقتی کلپ میکنیم طبیعتاً همون بحثایی که تو دلقک داشتیم رو اونجا نمیتونیم داشته باشیم، به خاطر اینکه انقدر بحث تو بحث میاد و اینا. برای اینکه یه سری از این بحثایی که ما داریم مربوط میشه به 2 هفته قبل که الان داریم اونا رو میگیم. مثلا من هفته قبل یه تئاتر دعوت شدم که گفتم برام که بلیت فرستاد و به شکل خیلی عجیبی دوباره یه بلیت دیگه برام فرستاد که یک شنبه داریم میریم تئاتر صابرابر. آقا خلاص هر کی حال کرد بلیت بفرستادی دونیت میکنن بلیت. مثلا در روز من فکر کنم 8 تا تئاتر باید برام ببینم، ولی خب خیلی باحالم هست. بعد ما خار داریم نمیدونم مثلا بچا نه البته بلیت هم دو تایی برات گرفت، فکر کنم منظورش این بود که من و تو بریم. کی فالوت کرد با این که خیلی خنده داره. ولش کن. اینو نمیشه یه جوری بگم که کیا تو رو فالو میکنن کیا منو فالو میکنن. آقا مثلا پاشا، من و پاشا خب مثلا با هم دیگه تو همکاری خیلی تنگاتنگی هستیم دیگه، اگه قابل بدونید پادکست با هم داریم و اینا. بعد یهو مثلا فردای ریلیز پادکست داریم با هم حرف میزنیم که چه اتفاقای جدیدی افتاده و کیا جدید فالو کردن فلان اینا. پاشا رو اکتای براهنی فالو کرده با اینکه اسمشو 300 بار تو پادکست اشتباه گفت، که باعث افتخاره واقعا. منو چیز فالو کرده اینجا این پا یعنی دهنتون رو گاهیدم. وای 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 حرارت کامل رفت بالا جدید. بمبا کلاس. آی سرم میذاری کارمو بکنم؟ کاش مثلا یه ده نمکی یه چیزی هم ما رو فالو کن. راستی گفتم ده نمکی یاد قلعه‌نویی افتادم. همه کاراکترهای منفور تخم ریدی تو تیم ملی، خیالت راحت شد برو گم شو. چه اصافت. نرفت بالا حاجی. ازبکستان تو فینال یه جام 3 تیمه بردم، از افغانستان هم گل خوردیم. واقعا ریدی دیگه، برو گم شو دیگه. از افغانستان علی پروین. آقا اگه میذاری که برگردیم به روند پادکستمون، میخواستم اینو بگم که آقا از بچه‌هایی که تئاترهای دانشجویی دارن، چون این تئاترایی که همه دارن دعوت میکنن تئاترایی که خیلی مثلا ترنده و همه دارن میبینن. آره تئاتر بی استیج. آره اونا که یعنی اوکیه، اونا که اصلا داریم، من خودم هی بلیت میگیرم، تو هم میای میریم ما هم. ولی بچه‌هایی که تئاتر دانشجویی دارن و دوست دارن که بیایم ببینیم. چرا یه جوری گفتی تو هم میای؟ من چمه نمیاد. یه بار همینجوری با من اومدی تئاتر دیگه نمیاد. یکی دو بار گفتم نیومدی. حالا کاری نداریم. بچه‌هایی که تئاتر دانشجویی دارن و دوست دارن که بیایم ببینیم حال میده. من دوست دارم دعوت شیم و بریم تئاتر بچه‌ها رو ببینیم که یه ذره کوچیک‌تر باشه و جمع و جورتر باشه. اونا احساس می‌کنم خیلی ایده خلاقانه باحالی دارن که منم اگه برام بلیت بفرستین میام. بچه میاد منو فالو کن، قیمت لباستون رو میپرسه. آدمای هنری خواهش میکنم. مثلا اینو بگم، یه تئاتر هفته پیشو که تو پادکست بچه‌ها گفتم کاتانا رو دیدم، باحال بود. و یه تئاترم دیدم که الان داره تمدید میشه فکر کنم، صلح عباس آباد. خیلی باحال بود. میدونی راجع به چی بود؟ چی؟ عباس آباد فردای روزی که بزرگ خانواده مرده و حالا بچه‌ها هر کدوم سر ارث و میراث، با اینکه باید بگن قابلی نداره، با مال من مال تو نداره، ولی همشون دوست دارن که بیشتر بگیرن و بعد معلوم میشه که اصلا وصیت چی بوده. کدوم فیلم بود که موضوعش این بود؟
بچه‌ها سر ارسامی بابا زنده بود سر مال و منال با هم دیگه درگیر بودن. خیلی فیلم‌های ایرانی اینجوری بوده ولی این تئاتر خیلی باحال بود. چیزام هست یعنی تم فان هم داره، اینجوری نیست که حالا خیلی داستان داشته ما باشه. یک شنبه قراره بریم با هم دیگه تئاتر به صرف برش و خون. آره درست گفتم اسمشو. امشب به صرف برش و خون صابرابر. این که قسمت اولش رو ندیدیم بده. این قسمت دوم یعنی الان که داره دلقک پخش میشه همین این لحظه که ما تو لایو چتیم یا ما اونجاییم تو مسیر اونجاییم. برامون آرزوی موفقیت. امیدوارم بعد از این امیدوارم یه سایکو یا با ماسک دلقک هممون اونجا نکشه. بعد حالا نه اینو داشته باش، می‌خواستم اینو بگم. ما دیشب دقیقاً رفتیم اجرای آلین، دوست قدیمیمون آلین جوهرچی که من قبلا هم توی اون پادکستی که دارم بهتون میگم و حتما برین ببینین. من و آلین یه دونه پادکست با هم دیگه داریم توی پلیلیست ویدیو کال منه، باید بزنی احتمالاً پاشا مجلسی و آلین جوهرچی و این پادکست رو به نظر من ببین، به خاطر اینکه من کلاً تو تمام ویدیوهایی که میگیرم سعی میکنم یه اشاره‌ای به اهمیت منتال هلت داشته باشم، چون واقعا تو این باز از اون کلمه هاست که کلمه ای چوسیه، سلامت ذهنی، سلامت روان دقیقاً. ولی همون سلامت روان به نظر من یکی از مهمترین اگه مهمترین نباشه یکی از مهمترین مشکلاتیه که هممون تو زندگیمون داریم، یا اگر هم مشکل رو نداریم چیزیه که ممکنه برامون مشکل ساز بشه. و احساس میکنم که من چک شدم اون چی؟ اوکی من چک شدم دیگه کامل اصلا تو دیگه سالم تو دیگه کامل ازت گذشته. ولی آره اون پادکست رو به نظر من بریم ببینین. و جدا از این دوستی منو دوستی تو و آلین رو نمیدونم از کجا برمیگرده، به کجا از طریق پارسا پاپا آن د بیت. بچه‌ها بیت اگه پاپا روی بیت حالا خیلی باحاله. فکر کن آلین یه آرتیست راک حساب میشه اجرای دیگه، ایندی راکه. بعد 8-9 سال پیش بود فکر کنم ویدیو. آره. یه روز بهراد به من گفتش، من با یکی از دوستام یه دونه کار اون دوره بود که بهراد دوستا خیلی درگیر خوندن و فلان و اینا بود، بعد گفت من با یکی از بچه‌ها یه دونه کاری جمع کردیم که اگه اوکی بیا ویدیوشو بگیریم و اینا. گفتم اوکی، منم دوربینو برداشتم رفتم اونجا و یه ویدیو خیلی باحال گرفتیم که به نظرم الان جاشه بذاریم بچه‌ها یه ذرهشو ببینن. آره فقط یه توضیح راجع به این آهنگ بدم. من خب رپر بودم، آلین سبکش ایندی راک بود. اولا کراس اوور خیلی بامزه‌ای بود، بعد ورسی که توی این آهنگ من نوشتم و خوندم هنوزم یکی از محبوب ترین ورسامه برای خودم و انقدر ورس از لحاظ مفهومی و معنایی واقعیه، یعنی حال اون روزامو وصل میکنه و عمیقه به نظر خودم، که بعد از اینکه این ورس رو نوشتم و خوندم دیگه یک کلمه حرف جدی نزدم 8 ساله، فقط کس میگم دیگه بعدش. آره من اون ورس آهنگ بمون آروم از من و آلین و اگه حال کردین به این گوش کنین، خیلی آهنگ باحالی. قرار بود اتفاقا حالا بذاریم تو اسپاتیفای هم هست اتفاقا، حالا کشو ببین. وقتی یا چشمم چی برعکسه داد میزنم صدام ولی خسته است، کاری بر نمیاد دیگه از دسته، وقتی یا چی خوبه میره از دست، وقتی یا چشمم چی برعکسه داد میزنم این انجره خسته است، کاری بر نمیاد دیگه هم مزه، در میزنم و جواب نمیاد، چیزی نمونده فانتزیام، دلم این خوشی های عوام نمیخواد، شده شبام چه سیاه، حتی دیگه نورش هم سیرم، خودم هم و قوطی ادویلم، قرصا که رویم میرن با الکل پایین رو موده بد گیرم. خلاصه خیلی برای من باحال بود که از اون دورانی که آلینا یکی دو بار بعد اون من آلینا دیده بودم ولی بعد دیگه دورا دور در ارتباط بودیم تا اینکه دیشب دعوت شدیم اجراشو، خیلی هم باحال بود. یه بند جدید راه انداخته به اسم اینکس INK جوهر XZ. خب جوهر چی دیگه اصلا به خاطر همونه. یهتمز برو یهتمز. آره دیگه. اعضاشون هم که خب آلین جوهرچی، محمد و امیر صفا اسمشونه. یه اجرای خیلی کوزی و اینتیمت خودمونی ما رو دیشب دعوت کردن توی استودیو باکس باغ کتاب. چقدر اجرای بامزه‌ای بود. اصلا جای خیلی باحال بود، اجرای خیلی باحال بود. این ستینگایی که آدما کمن ولی خودمونیان و خواننده راحته و اونی که باهاش گیتار میزد چقدر کاراکتر داشت. فکر کنم محمد اسمش. محمد بود اسمش. خیلی باحال بود. پدرام گفت شبیه درامرم خیلی خفن بود. آره بابا همه کلا ستاشون بم بودن. آره. ساوند باحال بود و خیلی جمع و جور و کوزی و خیلی ساوند به نظرم جا داشت بهتر باشه خیلی. اوکی. یعنی لیاقتشون بیشتر از این بود. این بحث توقعه. تو موقعی که داشتی وارد اونجا میشدی از توقع بالاتر بود یا پایینتر بود؟ من برای اون اجرای کوزی که احتمالاش از نفر اونجا اند ساوند اوکی بود. میدونید چیه، من آخه چون اجرای آلینو رفتم دیگه به خاطر رفاقتی که باش داشتم،
آلین قبل از اینکه این بند رو بندازه اجرا اکثرا تو کافه بود و فلان و یه اجرا تو خودت گذاشتی. اولین و آخرین باری که من رو استیج رفتم خوندم و فلان تو کافه فلان اینا، انتظارم ذهنی همچین چیزی بود. بعد که رفتم دیدم یک استودیویی و یک ستینگ و فلان و اینا، یعنی از انتظارم بالاتر بود خیلی. ولی خب دوست داشتم صداشم خیلی بهتر باشه چون لیاقت بچه‌ها بیشتر از این بود. ولی در کل خیلی خوش گذشت. بچه‌ای که این سبکو دوست دارن به نظرم آلینو حتما دنبال بکنین و بندشون رو به نظرم خیلی باحالن. حالا قرار بود اتفاقا بمون آروم هم با هم دیگه بخونیم دیشب، میدونی؟ واقعا؟ آره قرار بود من و آلین بمون آروم بخونیم که به یه سری دلایل نشد حاجی. خیلی دوست داشتم ولی خیلی خفن میشد. ولی آلین هم گفتش که چقدر خوب داری برمیگردی به موزیک و فلان. گفتم نه این همینجوری در حد چیز مثلا همینجوری بخونیم به یاد اون موقع و اینا، ولی خلاصه نشد. ان شاءالله یه دفعه دیگه. تمام. یه تجربه کنسرتی دیگه هم من داشتم هفته پیش، توی اپیزود هفته پیش یه اشاره بهش کردم ولی کامل نشد راجعش حرف بزنم. دوستم کامل راجعش حرف بزنم. بمرانی چطور دوستم بود؟ تو اصلا چه ربطی به بمرانی؟ چرا آجی من موزیک بازم دیگه، موزیک دوست دارم. حالا ترجیح هم مثلا سبک اصلیم رپ و آرنبیه ولی خب موزیک دوست دارم، کلا موزیک خوبه میشه. نمیدونم. خب حالا این خیلی جالبه. من تنها برخوردم با بمرانی این بود که بهزادو از نزدیک خونه دوستم دیده بودم یه شب، همین با هم دیگه تو آسانسور رفتیم پایین، گفتم تو چرا زود داری میری؟ گفت حاجی کار دارم دیگه. مثلا میدونستی بمرانیه؟ آره بمرانی رو از اینجا اسمشون به گوشم خورده. یکی این که خب یکی از ترندی ترین بندای حال حاضر ایرانن و پادکست. یکی همین که خب فکر کنم یکی از موفق ترین پادکست‌ها هم دارن دیگه، رختکن بازنده ها که خیلی اسمشو میشنویم. پیمان به زور منو اون جمعه گذشته نه جمعه قبلش گفت بریم بمرانی، تیکت گرفت و فلان و اینا. ما هم خسته و کوفته پا شدیم رفتیم. بعد فازم بودم و کله خالی هم که من اصلا عادتم نیست جایی برم. رفتیم اونجا چند تا اتفاق باحال افتاد. اول اینکه یه سری از بچه‌ها رو دیدم، مخاطبا اومدن سلام علیک کردن فلان و اینا که خیلی به خودم افتخار کردم تو اون لحظه که همچین مخاطبای کنسرت بروی باحالی داریم. این حالا ببین تئاتر بیای چه حالی بکنی. آره اونم فکر کنم بعد موزیکای بمرانی خیلی باحاله حاجی. من اصلا فکرشو نمی‌کردم انقدر ارتباط برقرار کنم. سبکشون تقریبا میشه گفت آلترناتیو دیگه اگه من بخوام دسته‌بندی کنم. بعد میگم یه جوری شده بود که مثلا یه سری آهنگا کامل احساسیم کرده بود. آفرین. اونو یادت با هم تو ماشین بودیم یه ویدیو گرفتی. یه آهنگی بود به اسم خارجی راجع به مهاجرت کردنه که وقتی جنگ شد برو فلان و اینا. انقدر تو حال و روز الان با مسما بود با اینکه آهنگ قدیمی تره من بغضی شدم. کام جهیدن چقدر گریه میگیره این ور اون ور. میام اینجا تو کس و شعر میگم میرم این ور اون ور گریه میکنم. خیلی بابا من فیکم. بعد یه سری آهنگا رو انقدر باحال اجرا میکردن و خود آهنگ باحال شده بود من تو کورس دوم آهنگ رو حفظ بودم. اوه فهمیدم. آره کچی بود خیلی. بعد حالا با مزه ترین اتفاقی که افتاد، دو تا دختر خانم جوون دقیقاً اینجای ما نشسته بودن که اینا اکتیو ترین اعضای اون اجرا بودن، یعنی صداشون از بمرانی همیشه تو هر اجرای. نه اینا ببین مثلا چجوری بهت بگم، مثل این که من بسا دوست داریم مثلا این ولی اکستریم تر. الان بهت میگم فکر کن من یه دختر 16 سالم که رفتم کنسرت دریک که غیر همین علاقه‌ای که غیر اینم نیست، فقط کنسرت دریک نرفتم. چیکار میکنم مثلا شورتمو در میارم میندازم، نه اینکه حالا این عزیزان ولی اینا یه همچین رفتاری. بعد ببین تک آهنگا رو حفظ بودن، دوتایی هارمونایز میکردن ورژن آلترناتیو اون آهنگی که بهزاد داشت میخوند و اینا، یعنی مثلا کاری نداشتن اون چه ملودی داره میزنه، اینا ملودی خودشونو داشتن انگار یه کامیونیتی دیگه ای هم برای خودشون، یعنی اونو قابل نمیدونستن، خودشون آهنگای بمرانی ورژن خودشونو داشتن. خب بعد صدای زیاد ساوندشون از ساوند کاخنیاوران بهتر بود، اصلا دوتایی داشتن میتره. شاید راضی نباشن چون ویدیو هم گرفتی، قطعا آره راضی نیستن. یه ویدیو اینجوری هم گرفتم، اصلا اوکی هم بچهای باحالی بودن، اینجوری همون نگاه من حالا شاید اوکی نباشن 50000 نفر. حالا اتفاق بامزه تری که افتاد، یه خانومی جلوی من نشسته بود، یه رندوم برگشت اینجوری کرد، گفت لطفاً تو عقاید دو دقیقه راجع به این دوتا دوستمون صحبت کن. این برام خانومه است. نه اصلا کل همه این اتفاقا خیلی اتفاقای با، ولی کنسرت بمرانی خیلی بهم خوش گذشت و باعث شد برام موزیکاشون رو گوش کنم و کلی آهنگ مورد علاقه الان دارم که مال بمرانیه. حالا دقیقاً تو همون لوکیشنی که کنسرت بمرانی بود، چند روز یه هفته بعدش کنسرت کیان پورتوراب بود، از اونجایی که هیچکی باهام نیامد و تک تک دوستام رزل و بی معرفتن. داداشت من این مرده. نه تو هم یه گویی داشتی می‌خوردی نگفتی به من. چرا نه نمی اومدی، معلوم بود حاجی. بعد من وقتی ارعریاموف میکن. بعد
خلاصه که بی صبرانه منتظرم که کنسرتش بشه دوباره و برم، چون واقعا به نظر من الان تو این لحظه شاید باورت نشه و همه از بیرون فکر کنن که آرتیست مورد علاقه من مهراده، در صورتی که کیانه. اگه مهراد و کیان توی شب کنسرت داشته باشن قطعا کیانو. همه دوستاتم مهرادن. کیانو میرم. به خاطر اینکه کس داری میگی دیگه. نه الان بهت میگم چرا. به خاطر اینکه از لحاظ یعنی درون خودم احساس میکنم مهراد اون ساپورتی که باید و همیشه داره میگیره. نه جد تو گاییدم، تو چه آدم خوبی هستی. نه درون خودم دیگه. تو داری الان من میپرسی، من احساس میکنم اونی که یه ذره کمتر چیز داره باید بری. برو به جون خودم اونجا میرم. باش اوکی. اگه میخوای یه فکت همینجا بهت بگم کونتو بذاری زمین. من مثلا 5 سال من بیشتر قبل اینکه برم اسلام، من واقعا فکر کنم توی تهران فقط جشن امضا، جشن امضا خیلی آدمای نردی میرن. چیه؟ جشن امضا جاییه که طرف داره آلبومشو میده، وایساده اونجا آلبوم امضا میکنه. میتنگریت. خب من کلمه انگلیسیشو بگو که حالا چرا انگلیسی بگم؟ یه ساعت صحبت کردیم. من بین تمام آرتیستایی که تو ایرانن شاید یک بار فقط رفتم جشن امضا رو و اونم برای کیانپور تراب بوده. پس چرا اینقدر فنی؟ با چیش اینقدر حال میکنی؟ من کلا میفهمم اما موزیکش باحاله به نظر من کامل، ولی سیروانه. بابا همین اصلا برو بحث بعدی چی دیگه داری؟ میبینید چه جوری کلهشو کیری میکنه. کی اصلا حوصله داره این قضیه رو به تو توضیح بده؟ ولی جدی اگه خواستی بری کنسرتش به من زنگ نزن. ناره میدونم. یه فیلم دیشب با هم دیگه دیدیم به اسم توگدر. پیشنهاد تو هم بود. به طرز عجیبی پیشنهاد تو بود. پیشنهاد کیارش بود. یه مقدمه بدم من راجع به این قضیه که پیشنهاد تو بود چی با مزش میکنه. فیلم سابستنس آخرین فیلمی بود که من و تو دوتایی با هم دیگه دیدیم فکر میکنم. وای یکی مونده به آخری بود. میدونم کجا داری. فیلم سابستنس تو ازش حالت به هم، یعنی اینجوری شد که وسطش پا شدی شامتو گذاشتی از خونه من رفتی، منو تنها گذاشتی با اون فیلم و برگرم. خب بعد چرا از این فیلم بعدت میاد انقدر؟ به خاطر اینکه ژانرش بادی هارره، ژانر وحشت بدنیه و اون تصاویر تو رو به شدت مشمئز میکنه. انت میگیره. منزجر نیست، مشمئز و منزجر جفتش. خب واقعا خط قرمزته سبک بادی هاره. امیدوارم و دیشب اومدی خونه من خب. نشستیم فیلم ببینیم و گفتی بریم خونت فیلم توگدر رو ببینیم، ولی نمیدونستی ژانرش بادی هارره. فیلم رفت جلو، ریتمش خوب بود، سناریو خوب بود، سینماتوگرافی عالی بود، دی فرانکو بازی میکرد توش، همه اینا اوکی بود، داشت بهمون خوش میگذشت، شوخی میکردیم، شام میخوردیم. خیلی مهمه به کجا میرسی. خیلی مهمه به چه کجا اتفاقی افتاد؟ بادی هارر. و چی شد ریاکشن من؟ فک آف شدی. من فکر کردم میخوای به این برسی که فیلم خودش رو گذاشت دوست داشت. نه بابا خب تموم شد دیگه. آخه من دروغ میگم اینجا؟ پچا داشتی با فاز قر میگفتی اینو. نه میگم اتفاق خنده داری بود. تو این ژانر خط قرمزته، بعد اومدی خودت پیشنهاد دادی که یه فیلمی از این ژانر رو ببینیم. به خاطر خب ببین چند تا مسئله است. حالا این ریسکی بود که میطلبید. آقا هر کی تو ولی کیارشو خیلی قبول دارم تو فیلم. تو همه چی. تو فیلم بیشتر. نه تو چیزای دیگه خیلی قبول ببین مثلا سلیقه دخترش خیلی را دست نیست. نه اتفاقا تو دختر سلیقه‌مون خیلی نزدیک به همه. شاید نه ظاهری نه نفهم چی داریم. حالا کاری نداریم. یه چیزی که خودت نظم به اون راه حمال. نه به خدا نزدم به اون راه، نفهمیدم چی میگی. خاطر ریفرنس به اون خاطراتونه دیگه. آها خب نه بذار راجع به توگدر اینجوری بهت بگم که چند تا داستانه بین یعنی همیشه راجعش صحبت می‌کنیم بین من و کیارش، اینه که تا جایی که میشه تریلر فیلمو نبینین. این حالا پیشنهاده. چجوری انتخاب می‌کنین چه فیلمی ببینی؟ خب همین. ببین از شنیده ها یه موقع هست میخوای یه فیلمی رو رفع کتی ببینی بره خوش بگذره، حالا ببینم مثلا یه دقیقه. آخه بابا تو تریلر تمام لحظه‌های خفن فیلمو داره بهت لو میده دیگه. میفهمی؟ نه دیگه اونایی هم که تریلر میسازن تو هالیوود که کسخل نیستن. نه کسخل نیستن، ولی من دارم میبینم اون لحظه رو دیگه. خب من انتخابم اینه که اون لحظه رو نبینم برم تو فیلم. قبول داری تو بعضی تریلرها نمیتونم حرف بزنم امروز، اطلاعات اشتباه بهت میدن؟ آره برای اینکه مثلا ما خودمون تو تیزر دلقک خیلی این کارو کردیم. مثلا این نگفتیم مثلا حذف. خب کیری هنرمند. خب بذار حالا اینو بهت بگم. این به خاطر اینکه یکی اینکه تو ذهنم بود یه فیلم هارر، من هارر دوست دارم ولی حالا کانجرینگ و اینا رو هم دوست دارم که مثلا یه دختر است که نفرین شده. چه مدل هارری دوست داری؟ ببین الان که مثلا سنم داره میره بالاتر، خب نه هارر رو داری میگی. الان که سن داره میره بالاتر دارم دنبال این میرم که اون هارر پشتش یه معنی ریزی هم داشته باشه.
خب فقط یارو دختره برعکس نیاد مثلا تو تصویر. اگه بخوای 2-3 تا فیلم هارری که خیلی دوست داری بگیر حضور قطعا یکیش مشترکه بین من و تو، از اباف سو بیلو. همیشه هم اینو گفتم. گفتم. هر کی ندیده و تحمل دیدن فیلم ترسناک داره اینو ببینه. و به نظر من فیلم ترسناکو با دوستاتون نبینین. این پیشنهاد منه. چون میره تو کسکلک. نه اصلا آره یه نفر اون وسط ولی نمک خب میشه. تنهایی هم فیلم ترسناک دیدن خیلی نسخ. اون نه نسخ نیست، اونه. مثلا کردی این کارو؟ جدی من واقعا با بعضی از دوستای مثلا کسنمکم این کارو واقعا دوست دارم بکنم، ببندمش به صندلی تنها بذارمش تو خونه، تمام چراغا رو خاموش کنم، جلوارم تا دست زیاد. بعد آخه توی جمع که هست مثلا 3-4 تا دخترم هستن دنده میخوره، بعد یا مثلا وای نرینی مثلا فهم میگم اوکی یه دقیقه همینجوری نگه دار، هممون بریم بیرون بقیه‌شو خودت تنها ببین، ببینم میتونی تا آخرش تحمل کنی. کسنمک اینه. خب وگرنه تو اون حالت یا اینکه نهایتا 2 نفر باشین ولی به شرط اینکه فیلم رو ببینین بی معرفتا و حالا بذار برگردیم به این بادی هارر خودتون رو نسازین اونجا رو مبل. بذار از این شاخه به اون شاخه نپریم. گفتی فیلم بگو. یکیش از اباف سو بیلو، 2 اینو من بازم گفتم باز میگم برای اونایی که ندیدن، بلیر ویچ پراجکت، جادوگر پروژه جادوگر بلیر جادوگر. حالا کلمات این ببین یه قضیه‌ای که هست، من دوست دارم با نشون دادن یه چیزی منو نترسونن. یعنی مثلا جامپ اسکر الکی بد نذارن. اون اصلا یهو واقعا فکافه. خب یعنی اینجوری که آقا اینو ببن بریم. یه چیز دیشب گفتی با مزه بود، گفتی انگار یه ذره بیشوریه، یارو میگه بیا منو ببین بترس. آره دیگه اون لحظه که مثلا زیر پتونه اونا دیگه اضافه کاریه. اون برای دختر بازی خوبه، بپره بغلت که حالا مثلا آره آفرین. ولی این اگه برگردیم سر ژانر بادی هارر، ببینم سا هم بادی هارره دیگه. سا میره توی کاتگوری چیز، میره توی کاتگوری چندش. آخه اینم چندشه حاجی. تریلر مثلا فلان میشه. این بادی هارر صرفا دقیقاً همین دوتا مثال، سابستنس و توگیدر، یعنی با دقیقاً بدن. را رو دیدی؟ بچه اینایی که دارم میگم و اگر 1% فیلم چندش از اصلا به قلقلکم نشی ببینی یا بگی حالا اینا گفتم، چون همینایی که داریم اسم میبریم. چرا آقا شاید خوشش ندارم میگم با این علم برو ببین واقعا چندشه. یعنی تو ذهن بادی هارر یه ساب ژانر هارر دیگه، بعضیا دوست دارن بعضیا کرمشو دارن. خلاص آقا ما گفتیم برگردیم سر موضوعش. ببین دیگه اسپویلر دیگه توگیدر اسپویلر داره، باید صحبت کنیم راجع به توگیدر. میخوایم حرف بزنیم؟ خب یه 2-3 دقیقه اسپویلر داره دیگه، بگیم الان بزنن جلو حالا فوقش. آقا بگو دکتر، من ساکت میشم شما نقطه نظر. توگیدر از یک فلسفه‌ای میاد که نمیدونم مال کجا بود اصلا، یونان باستانه، که داره میگه اصلا وجود یعنی انسان‌ها باید 4 تا دست و 4 تا پا داشته باشن، تشکیل شده از 2 انسان که این 2 انسان همدیگر رو کامل کردن. در واقع میره تو اون داستان نیمه گم شده که هر کی نیمه گم شده شو اگه پیدا بکنه و بهش مثلا نمیدونم بچسبه و زندگیشون رو ادامه بدن دیگه زندگیشون کامل میشه و اینا. فلسفه فیلم اینه و به نظرم خیلی فلسفه باحالیه. بعد اینو اومدن لیترال کردن. آره اینو اومده رسما برده تو این که من اون نیمه گم شده‌مو پیدا میکنم، واقعا داریم به همدیگه کشیده میشه. یعنی این چی میگن این دوتا چیه؟ مگنت نمیخواستم بگم دیگه، فارسیش آهنربا. همینه که هست، آهنربا. کلمه انگلیسی هست تو محاوره فارسی استفاده میکنه. آهنربا دارن این دوتا همدیگه رو جذب میکنن و به هم نزدیک، مثلا نصف شب یهو از تو تخت میان میچسبن به هم و جوری که میچسبن به هم منزجر کننده است. یعنی نه سکشواله نه باحاله نه هیچ، مثلا میاد دستش واقعا میره تو یعنی یه حالت عجیبیه، وحشتناک ترین حالت تصاویر ممکنه ما بازم موقع شام دیدیم. خب همینا رو داریم میبینیم دیگه، مثلا کشتن یارو تو مترو نیویورک اذیتمون نمیکنه دیگه، اصلا تخمت هم نیست. بعد حالا ببین فلسفه پشت این فیلمه، فلسفه پشت سابستنس، اینا به نظر من خیلی خفنه. سابستنس من هر بار راجبش صحبت کردیم به چی گفتم ایده به نظر من خیلی باحاله. همه ما درگیر بحران میانسالی خواهیم شد، خب، و آدما میشن که دوست داری کاش اون ورژن جوونم بود با تجربه های الانم. اون اومده رسما اینو درست کرده که تو با استفاده از یه دارویی اون حالت‌ها داره به دست میده برای اینکه اونجوری بشه. اینم همینه و در نهایت هم حالا
یه سری گفتیم اسپویلر داره دیگه میشه گفت، یه سری از آدمایی رو میبینی که این واقعیت رو پذیرفتن و خیلی نایس شدن، یعنی واقعا رفتن تو هم دیگه و یه آدم جدیده، یه فرقه ای تشکیل شده که این کارو میکنه اصلا. آره کالت. اونایی که نپذیرفتن و تا لحظه آخر داشتن با این قضیه مقابله میکردن شدن یه موجودات چندش زننده‌ای که مثلا دارن توی یه ته غار تو کثافت زندگی میکنن و میبینیشون حالت به هم میخوره. حالا پیامش چی بود به نظرت؟ اینکه واقعیت رو بپذیر و go with the flow کن، یا اینکه چی بود پیامش؟ همین پیام اصلا لازمه همه آثار داره. خب نه همه آثار هنری باید پیام داشته باشن یا صرفا میتونه یه داستانی رو به تو نشون بده پیامش رو بذاره به عهده خودت؟ به نظرم پشت هر چیزی از هر چیزی میتونی پیامش رو دریافت کنید. اصلا هنر قضیهش اینه که تو وقتی 0 و 1 میکنی با دیدن اون یکه یا گوش دادنش یا نمیدونم تجربه‌ای که داری از اون خروجی به دست میاری یک چیزی بهت اضافه بشه. حالا میتونه حالت به هم بخوره، میتونه حاجی راجع به فیلم حرف میزنیم یه جاهای عجیبیم شروع میکنه به بابا اصلا یه صحنه که تو دستشویی بود اصلا چقدر راجع به یقم میگم من کامل رو 2 تا چیز اوکی بودم، ماساژ و رابطه با دختر رو اون 2 تا هم ترنافم. اون اینکه یه ساعت و نیم از فیلمو دیده بودیم داشتی کیف میکردی بعد یهو تبدیل به یه فیلم بادی هارر شد دیگه، فکر کنم کونت پاره شد. ولی الان واقعا وپن رو دوست دارم ببینم، امیدوارم تا هفته بعد ببینیم بشینیم ما وپنز رو تا هفته بعد حتما با هم میبینیم و راجبش حرف میزنیم چون خیلی سر و صدا کرده توی اینترنت. خب اینم از فیلمی که دیدیم. من خیلی سریع راجع به آره دیشب تنها دیدی؟ خوب جردن پیل دیگه نه؟ جردن پیل سازنده گت اوت و آسه دیگه. شادات تو امیرحسین اینجا داداش گلم. سریالی که دارم میبینم الان ونزدی رو چرا من ونزدی بهت نمیاد حاجی بی معرفت؟ داداش چی به من میاد؟ میشه تو بگی چی به من میاد؟ نمیاد. البته چرا دیگه ببینم یه چیزی نه یه چیزی یه سوال ازت بپرسم. ونزدی و هری پاتر میدونم اصلا آروم باش. خب وقتی میدونی چرا میگی؟ نه خب دنیاه چقدر برات مثلا ریلیت میکنن به هم دیگه؟ جفتشون چون فانتزی دارن میشه گفت. نه یه ذره احساس میکنم ونزدی مثلا میتونه دختر مثلا هری مثلا الان به شما توضیح میدم. یک کارگردان خیلی خیلی بزرگ و خفنی در دنیا هست به اسم تیم برتون. تیم برتون یکی از کارگردانای مورد علاقه منه و انقدر دوستش دارم که یکی از آثارش رو تتو دارم، The Nightmare Before Christmas. اینو هر کی ندیده حتما ببینه. خیلی هست. چیزم مال اونه برایت کورپس. آره عروس مردگان. حالا بیشتر و ادوارد دستقیچی، ادوارد سیزرسند، اینا همه آثار تیم برتونن. تیم برتون یه سبک داره برای خودش، یه سبک فانتزی دارک تصویری داره برای خودش. شکلات فلان اینام تیم برتون بود. چارلی اند چاکلت فکتوری. آره من تیم برتون. آره چه جانی دپ نقش اون رو بازی میکنه. آره چون ادوارد هم اون بود. آره تیم برتون خیلی کارگردان خفنی و یکی از کسایی که امضای تصویری به شدت واضح خودشو داره. خب فیلم The Nightmare Before Christmas که من تتوشو دارم مال سال 93، یعنی سال تولد من، ولی اگه امروز ببینیم و من اگه قابل میدونی تو میگی ولی عقایدت یه ذره ولی مثلا 82 دستکاری که اون یارو بود گفت ها بچهش دستکاری کرد. خب خلاصه که خیلی من دوستش دارم و خفنه و ونزدی یک سریالیه از نتفلیکس پخش میشه و ساخته تیم برتونه و حالا جالبیش اینه که هری پاتر رو ونزدی رو میگفتی. دنیای ونزدی رو میخوام برات توضیح بدم. جالبه که من وقتی ونزدی شروع کردم به اصرار دوست دخترم بود و نمیدونستم کارگردانش تیم برتونه. همینجوری یه شب اصرار کرد که بشینیم ببینیم و اینا. بعد شروع شد نوشت تیم برتون. واقعا اوکی ام باهاش حاجی. از لحاظ تصویری باورت نمیشه چقدر این آدم ژانر خودشو داره و چقدر قشنگه. آفرین. دیدی پس ونزدی رو؟ من سیزن اولشو دیدم. آره بابا. خب زر بزن حاجی. گفتم بذار مناعت تب به خرج بدم. همکاری کن جایی که هی بگوبی دوستتو تو رو چه به ونزدی، چون گوش حالا یه جوری میگه انگار مثلا 100 سال تنهایی ونزدی دیگه دست راه میره. خیلی راضیم از ونزدی. نه دیدم یعنی خودم، یعنی میگم برای تو نیست آخه بچگونه. نه باحال خیلی و بیشتر از هر چیزی. حالا داستان که خفن، بازیگری خفن. این دختره جنا اورتگا بازیگر خیلی باحالیه، خیلی هم تایپته. قبول داری؟ عاشق جنا اورتگا. آره تایپت هست قشنگ حتی بدون ابروش. دیدی چه جوری کرده که خودشو. بعد ونزدی و اونایی که فانتزی دوست دارن، مخصوصا کسایی که کار تیم برتون رو دوست دارن، حتما ببینن. من خیلی دارم باهاش حال، فکر نمی‌کردم قبول کنم، خیلی دارم باهاش حال میکنم. آره شبا مثلا کی بود سیزن 2 الان اومده. سیزن 2 اومده، من یکم هنوز، ولی
یه شنبه که ریلیز دلقک بود باورت نمیشه به جای اینکه بشینم فاینال دلقک رو ببینم با شامم داشتم 2 تا 4 تا میکردم ونزدی ببینم. نه خب میدونم چی گفتم دیگه، جدید که نیست برام، ولی خب دیدنش بازم لذت بخشه. میفهم چی میگی. 4 تا چیز ازت یاد میگیرم. حالا که بحث دختر شد و راجع به تکنولوژی صحبت کردیم، به زور میخوام این دوتا رو ببرم تو ای آی که مهراد هیدن نوای عزیزم. آره مهراد هیدن اومد یک پست مشترک با یک دختری گذاشت. اول اومد یک استوری گذاشت و گفت من نیاز به یه سری وکالیست دختر دارم و یه سری دختر رفتن تو ایمیلش بهش مثلا تفلکات نمونه کار دادن، در صورتی که این اصلا میونه کلمات من فقط تو میدونی به گذاشت میگی گذاشت؟ تا حالا به این دقت خیلی ها بهم میگن آره ولی گذاشت کجای حرف میزنی حاجی؟ استانبولی گذاشت دیگه. گذاشت آها استوری گذاشت. خب داری میری تو بحث مثلا چیز محاوره است دیگه حاجی، اشتباه تلفظ کردن محاوره است. پس اوکیه باش ادامه بده. محورتو محواره چی بود؟ محاوره دیگه اوکیه. هر کس شریعت دهنمون در میاد بگیم. تا میایم بحث جدی بکنیم میره تو دیوونه بازی. خب یه استوری گذاشت چی گفت؟ گفتش که اگه کسی اوکیه نمونه کار بفرسته، من نیاز به وکالیست دختر دارم. دختر. خب یه سری دختر تفلک‌ها برای خودشون با کلی مثلا شوق و ذوق و اینا اینو فرستادن و مثلا شروع کردن مثلا اینا احتمالاً مهراد ما رو انتخاب میکنه و اینا هیچی اصلا. بعد یه استوری گذاشت دوباره چیز کرد، هایپش کرد، گفتش که این داری کامل پیچو داری با میکنی. نه دارم میبندم بابا، اینو کسچر میبندی میذاری جلو من، همه فکر میکنم من کسخلم. من یک بار با اون میکروفون تا الان این کارا رو کردم. بگو. بعد دوباره یه دونه استوری دیگه رفتش که آقا داستان اینه که خیلی خوب داره میشه ادامه بدین، یعنی دوباره ادامه و فلان و اینا. یه دنده دیگه هم بهشون داد. خلاصه تاش ما به نوا رسیدیم که یک آرتیست AI generated by تیم مهراد هیدن. خیلی هم تمیز دارن کارا رو. اما یه سری نقدها من یه جا نشسته بودم و در موردش شد که بچه‌ها این کاره بودن. نقدا نظر خودته یا نظر بقیه؟ نظر بقیه است. خب که این کارنا، یعنی کارشون AI و فلان و اینا. مثلا یه نقدی که بهش شده بود و من دقت کردم این بود که دختره تو عکسای مختلف واقعا با فرق داره قیافش. آره یعنی یه فرقی میدونم AI ها، ولی اگه داری به عنوان یک آدم معرفیش بکنی یه ذره باید مثلا چیزتر باشه. خب ولی اینکه استوری هم میذاره و نمیدونم با هم دیگه تو عکسن و با حاله کلیت پیجه که برای دختره درست کردن قدیمیه یا تازه زدن؟ من دقت نکردم چون مزخرف بگم، ولی احتمالاً مثلا کانتنت داره آخه، کانتنت داره اصلا یکی دو تا موزیک وایرال داره اصلا روی هم رفته. به نظرم کار جالبی داره. میخوام اینو بگم توی جمعای همین شخصی که میبینی یه سری از آدم میگن ما خیلی وقت داریم این کارو میکنیم فلان و اینا. میخوام به این برسم، این خیلی نکته مهمیه. مهراد اومد از اسمش استفاده کرد برای اینکه این قضیه رو هایپ کنه. من میگم خب معلومه، خیلی مشخصه. یعنی تو اگه داری تو خلوت خودت یه کاری میکنی یا قدرت هایپ کردن اون کارو نداری، معلومه اگه به گوشه یک آرتیست یا یک چه میدونم یه سلبریتی حالا هرچی تو هر فیلدی برسه و اون کارو بکنه آدمای بیشتری میفهمنش. اصلا یه آرتیستی رو داشت اون شخص برای من و تو مثال میزد که آرتیست معروفی بود، یعنی اصلا به اندازه مهراد برو داره. خب مگه تو بودیم اونجا؟ آره شاید من با یکی دیگه حرف زدم یادم نیست تو بود یا نه. خب. میگفت فلان کسک گفته با من که 100 ساله دارم این کارو میکنم. خب رو کن. من میگم تو که معروف هم هستی. بود که تو اسم ندارم داشتیم. بچه‌ها راستی نمیدونم اگه اسم نداری پارت دوم اسم نداره رو ندیدین برین تو کانال بچه‌ها ببینین. آره شادت به فرشاد و نیما. یه بحثی ما ادامهشو بردیم اونجا. بعد داشتیم میگفتیم که من داشتم میگفتم وقتی یکی یه کاریو میکنه یه سری از آدما یهو پیدا میشه بابا ما این کارو داشتیم میکنه این چرا اومد یهو این داره به اسم این داره تموم یا میشه. نه مثلا احساس ناکافی بودن به طرف میدن که بابا ما که 100 ساله داریم این کارو میکنیم. من به نظرم در کل کاری که داره میکنه کار باحالیه. یعنی یه چیزی که راجع به مهراد کلن از بیرون به نظر من باحاله اینه که وارد اون مثلا
بحران 40 سالی یا هر چی که هست نمیشه که بگه ما دیگه یه جای دیگه، یهو میاد راجع به تلخون مثلا نظر میده، یهو میاد ای آی میاره. البته این روی کردشون جدیده، چون قبلا خیلی اینجوری بودن که فاز خودمون رو داریم فقط و فقط ماییم و کیرم دهن بقیه. خب مهم اینه که الان این مدلیه که داره خودش رو آپدیت نگه می‌داره. حالا احساس میکنه چون آینده موزیک قبول داری که اینه. پیش بینیت راجع به همکاری مهراد و ای آی چیه؟ من فکر کنم مثلا یکی دوتاش خیلی خوب باشه، یعنی اگه قراره یکی دوتا آهنگ یا پروژه؟ یکی دوتا آهنگ، یعنی اگه یه پروژه قراره بده. فکر می‌کنی از نظر ویژوال، موزیک ویدیو فلان؟ ببین ویژوالو به نظرم خیلی باید جدی بگیره. پرفورمنس چی؟ به نظرت میتونه ای آی رو بیاره روی استیج؟ ببین من مثلا دارم میگم، من احساس میکنم مهراد، میگم نمیدونم، من فقط حسمو دارم میگم، اونقدری که باید دست کسایی که داره باشون همکاری میکنه که تو فیلدهای دیگه رو باز نمیذاره. یعنی نظر خودشه. آره، چون مثلا من یهو میام پادکست آخرش رو میبینم که تو چنلش آپلود شده، از تامنیلش، از کادری که بسته، آخه این چنل مهراد هیدن دیگه، یعنی ما از مهراد هیدن انتظار نهایت کیفیت ببین داریم. تو باید کوالیتی کنترل داشته باشی برای کاری که داری میکنی. خب تامنیل بعد کادرا بعد همه چی بده. بحث ممکنه خوب باشه، بحث عالیه، بحث خیلی خفنه، خیلی تخصصی و باحاله، ولی خب نمیشینه دیگه. یعنی یه ذره باید مثلا میدونی کیفیت مهراد هیدن خیلی بده. خب من میگم این اگه یک حرف یکی و چی میگن گوش شنوای حرف دور و بریاشو داشته باشه، یک آدم باید حرفش برو باشه که وقتی این میخواد اینو آپلود بکنه بگه مهراد اینو نذار، این به نظرم چیز نیست، یا بیا مثلا این کارا رو بکنیم. این به نظرم تو این قضیه داره. این قضیه یه باری از راجع این موضوعات صحبت کردم که آدمایی که معروفن و بزرگن و موفقن دورشون پر یس منه، هر کاری کنن همه میگن خوبه، وای داداش دمت گرم، خود اون آدمم دوست داره اینو. آره دیگه، همین ایگو آدمه انقدر بزرگ میشه که بعد اگه یکی از اون آدما بهش بگه این کارو داری اشتباه میکنی، سیکیوز. قبول داری؟ حالا من یه سوال ازت دارم، بذار راجع به آرت صحبت کنیم. من این قسمت ای آی رو ببندم. بگو. ولی اگه به موزیک ربط داره بگو، چون من از فرم موزیک دارم میام بیرون. آره، فقط میخوام راجع به این صحبت کنم که توی دنیای هنر نسبت به هوش مصنوعی 2 تا رویکرد وجود داره. یک این که ندیدش بگیری و بگی که هنر واقعی چیزیه که از خود انسان خلق بشه، همون دیدگاه سنتی رو نسبت بهش داشته باشی که من احترام قائلم برای اون دیدگاه هم، ولی من مشدداً معتقدم که هوش مصنوعی توی تمام زمینه‌های انسانی الان دیگه اجتناب ناپذیره و کسی نمیتونه جلوشو بگیره. بنابراین یک آرتیستی توی اشل مهراد هیدن به نظر من کار درستی میکنه که میاد حتی با آغوش باز پذیرای این قضیه میشه و نفر اولی میشه که به صورت رسمی توی ایران، توی فضای مثلا موسیقی ایران، موسیقی جوونا و فلان و بیسار و اینا با ای آی همکاری میکنه و جلو میزنه از این موج. میدونی چون دیر یا زود تمام آدما مجبورن با این موج سوار بشن. حالا توی زمینه یه بیت سازی میخواد باشه، تصویر میخواد باشه، هر چیزی. برنده است که زودتر سوار قطار شده. اونی برنده است که زودتر سوار شده و من اینجا به مهراد کردیت میدم که این کارا رو. آره منم همین رو دارم میگم. حالا من الان بعد از این داستان یه چیزی تو ذهن من باز شد که واقعا دارم بلند فکر میکنم، یعنی به هیچ نتیجه کاملی نرسیدم. حتی یه ذره گرایش هم به اون قسمت اولشه، منو نزنین چون خیلی چیز تیزیه که دارم میگم. به نظر تو خب یه نقاش رو در نظر بگیر که داره یک اثر هنری مثلا عجیب غریب میکشه و ماها داره برای نقاشی وقت میذاره. اول من یه سوال دارم ازت، میگه نقاش نیستیم نمیدونم، تو فکر میکنی اون روز اول میدونه داره چی میکشه؟ به نظر من وقتی یه چیزی رو شروع میکنه واقعیتش نمیدونه که آخرش چی میشه. نه البته نمیشه راجع به همه گفت دیگه. نه یه تصویر ذهنی کلی داره به نظرم، یه تصویر ذهنی کلی داره. ببین مثلا تو نمیدونم، ببین ما نمیدونیم، من میتونم از دیدگاه خودم صحبت کنم دیگه. من مثلا یه موقعی آرت خلق میکردم، موسیقی، خب موزیک ساختنم کم لطفی تو موسیقی ساختنم همینه دیگه. تو وقتی شروع میکنی یه چیزی رو میدونی که کلیتش چیه. مثلا من میخوام یه آهنگ عاشقانه درست کنم، توی شعرش میخوام راجع به این چیزا حرف بزنم، بیتش هم یه همچین استایلی داره فلان بیسار اینا. وقتی میری جلوتر چند تا چیز به شعرش اضافه میکنی، چند تا فلو عوض میکنی، ملودی عوض میکنی، بعد اون کسی که میکس میکنه خیلی تاثیرگذاره تو خروجی کار و آخرش میشه اون چیزی که تو از اول خب هم به همه جزئیاتش که فکر نکرده بودی، یه کلیتی مد نظر بود. فکر میکنم تو نقاشیم همین. خب من فکر کنم حالا دوتاشه، یعنی یه موقع از طرف میدونه میخواد پورتری تو رو بکشه، خروجیش اینه دیگه. مثلا یهو جای تو خرس نمیکشه که کارتون رو بکشه، خم موشه. بعد ولی
مسئله اینه که تو بیا به این فکر کن که اگر یک چیپی تو ذهن تو باشه، خب، یا مثلا بتونی ذهن تو تبدیل به نقاشی کنی تو کسری از ثانیه، یعنی تو بدون اینکه اون بدبختی رو بکشی برای کشیدن اون روی کاغذ تونستی تصویر ذهنت رو خلق کنی. حالا دیگه مثلا 6 ماه وقت نذاشتی اونو بکشی. از آرت تو کم میکنه؟ آره. چرا؟ به خاطر اینکه توی یک هنری مثل نقاشی، کلا تو زمینه هنر، ولی الان چون داریم راجع به نقاشی صحبت میکنیم، من فکر میکنم 2 تا در واقع مهارت وجود داره. یکی مهارت تجسم کردن اون تصویری که میخوای بکشی، یکی هم مهارت انجام دادنش و کشیدنش. خب ممکنه یه نفر یکی از این 2 تا مهارت رو نداشته باشه. ممکنه یه نفر وقتی یه عکسی جلوش میذاری به خوبی بتونه اون عکس رو کپی کنه. ممکنه هم هست یه نفر بتونه یه تصویر خیلی زیبای اوریجینالی رو توی ذهنش خلق کنه ولی نتونه روی کاغذ بیاره. پس این میشه 2 تا مهارت مختلف که با هم ترکیب میشن، میشه یک نقاش خفن. درسته؟ تو وقتی این تصویر رو فقط تجسم میکنی ولی کار اجراییشو برات هوش مصنوعی انجام میده، یعنی عملاً یه بخشی از این مهارت رو نداری. خب اینو قبول دارم. این مال الانه که ما داریم از این انقلاب AI اسمشو بذاریم چی میذاریم؟ خب این لحظه‌ای که داره میشه این وسطیم. 100 سال دیگه احساس میکنم این نیست. یعنی 100 سال دیگه من احساس میکنم مثلا تو هایده رو بذاریم مثالی که میخوایم بزنیم، هایده رو نامیرا داری، یعنی تو یه هایده‌ای داری که باهاش میتونی هر موزیکی که میخوای، همین الان هم داری ولی الان باگ داره ولی اون بدون باگه، یعنی تو واقعا هایده رو تو یعنی تو سافت‌ور داری، تو نرم افزار وجود داره و هر موزیکی بخوای خفن ترین شعر دیگه AI اینجوری نیست که الان شعرش باگ داشته باشه، میتونه یه شعری برات بنویسه مثلا ایرج جنتی عطایی. خب نه شعر رو که الان یه شاعر میتونه بنویسه. حالا نه اصلا فرض کن میگم همه چی رفته تو اون حالت رباته. خب بعد دیگه تو گذر زمان اون هایده واقعیه با اون هایده که توی AI درست شده، اینا میاد دقیقاً کنار هم دیگه و دیگه اون وایبی که جفتشون دارن میدن مهمه. خیلی ترسناکه برام فکر کردم. خیلی ترسناکه. نقاشی هم همینه. یعنی من احساس میکنم کامل هنر میره کنار. خلاقیت، هنر، نه خلاقیت چرا دیگه خلاقیت هم تو داری میگی شعر رو خود AI مینویسه دیگه. همین الان مینویسه ولی با باگ. همین الان هم هایده رو برات مثلا الان ما معتقدیم که کیفیت کار انسان الان همچنان از AI خیلی بالاتر و من احساس میکنم مثلا دقیقاً احساس اصلا این وسط است. خب آره. بعد من یه دونه چیز دیدم میریم حاجی یه دونه تیک تاک اگه یه نفر بیاد بتونه بشینه اینجا اندازه ما کس و شعر بگه چی؟ چه خاکی تو سرم. بعد اگه مثلا فوشای باحال‌تر از من بلد باشه چی؟ یه دونه چیز بود، 3 تا گوشی رو گذاشته بودن کنار هم دیگه که رو هر کدوم یه دونه هوش مصنوعی بود. دیدی اونو؟ نه. با هم دیگه شروع میکنن صحبت کردن، اول فکر میکنه آدمه، بعد هی میره جلو، بعد از یه جای بعد پشم عین بلک میرر میشه، دیگه صحبت نمیکنن، شروع میکنن یه صدای عجیب غریب در آوردن، با زبان کامپیوتری با هم حرف میزنن. حاجی خیلی ترسناکه. من نمیفهمم این دقیقاً یه اپیزود از بلک میرر میتونه باشه. آره چیزم همینطور، فیلم هر. آره راجع به این دوتا هر موقع بحث تکنولوژی میشه این دوتا اسمش میاد دیگه، چون خیلی بولده تو ذهن ما. احتمالاً مثالای باحال دیگه هم هست. امیدوارم AI به نظر من تا الان خیلی حالا صدمه‌ای به چیزی نزده. بیشتر کاری که کرده بیشتر مفید بوده یا سرگرم کننده بوده. خب امیدوارم بره توی مسیر، مثلا خیلی هم بعیده البته تو دنیایی که ما زندگی می‌کنیم، امیدوارم بره تو مسیر درمان سرطان مثلا، ولی احتمالاً این اتفاق نمیفته، میره تو مسیر سلاح‌های پیشرفته فلان. ولی اگه این کارو کردی AI کیرم دهنت. خب تو هم لطف داری به AI. اینم از اینو فکر کنم طولانی ترین قسمتمون شد، ولی باز دوباره کسی ناراحت نمیشه. من محبوب ترین قسمت دلمون پر بود مثلا که یه سری واسه من جدی این قسمت. خلاصه که دمتون گرم، مرسی که ویدیو رو تا اینجا دیدی. خجالت بکش و موفق باش. دوستتون دارم.